که باشه شل امیدوارم هموطنان تیز تیز داخل میشوند. ما تیز تیز گپ میزنیم و تیز تیز گوییم که میریم برای که وقت هم کمه. هموطنان از برای همه کار باید سروچ نشود. یعنی دوستای بینهایت گرامی و قدر انا خوشپسند و خوش چخ کنو میتونه که با سر بلند گفتی همو گپو سراز اول پدیلید گفتی همو گپو خیلی لایک دیزلایکش در اختیارتون اینه که هم پدیلیتش حتما کنین هموطنان عزیز تو که دیگر دوستو جمع شوند. البته از کارتینکه خودش معلوم است امروز صحبت ما در باره کی یا یکی در باره چی میروه. امروزه صحبت ما در باره انا بازم حمله های اولاد رحمانوف انا و علیکم سلام در اینجا کومنت ها هم برادرو سرازا پدیلی تمو ایتریش بجقین اول ایتری هم بجقین میروه دیگه آدم ده ایتریش هم بجقین میروه فرق نداره اختیار داریم یکی حتما پدیلیت کنیم. بعد از او کوشش کنین که داتای کومنتو любов крутит نکنین یک دیگریتون قطعی جای کانال سیاسی و پرابلمای مردم گپ زده میشود. любовتون در همون خصوصی крутит کنین نمیکی جون در که جایی انا اوقات کردم چوی کردم یادت کردم ندیدمت یعنی که اینجا جای دیداربینی نیست. اینجا جایی هست که میدروی و فکر نظر مقصد مرام کانال سیاسی را در کانال давай поженимся комментоша давай поженимся نکنید. اشمو خواهیش هموطنان عزیز امروزه برنامه ما را یاردن داده ایستادن دستگیری کرده ایستادن و همراهی گویم که ما و شما هستند در اینجا انا در این برنامه کومنت و غیره دیگر کارا را کار میکردگی بگیم که دستگیری میکردگی همه وقت برنامه های ما را برادر ما پرویز رحیمزاده هستند. اگر شما هم میشناسین بسیار در سایت ها در یوتیوب و در دیگر جا فعال است و بسیار مینداریم که دوستی ما همه وقت گویم که همراه من یعنی که در تمام همین برنامه ها دستگیری میکنه. خب گویم دیگر کارهای تکنیکی را انجام میده از ما دورتر هم باشه. امروز برنامه معلوم است با همتونیو که گپ زنیم. امروز برنامه جیانوی رحمانوف بندیتو چرا مادر ما را از پسند نکردی جبر دیده وزیرها دخترها سردخترها دخترهای بالا مقام بالا پایه ها جبر دیده ها امروز در سر این مسئله ها صحبت میکنیم. در همه برآمداش رحمانوف اولاد خیچه سفید میکنه. اینام جیانی وزیر کده آنها دیدیا کارت کوما چی کرد محکم کردید قپیدید گفت می اینام جیانی رحمانوف گفت می گفت می اینام پرزیدنت می اینام بچهای پرزیدنت می فرزندای پرزیدنت می یعنی که این چیزا را شما در بسیار برآمدهای رحمانوف میشنوین. خطو با سر بلند با گوش شنوا میشنوین که رحمانوف همه وقت گناه را در سر کی بر میکنه مردم گویا که اولادیو نبیره فرزند خسر بچه جیانوش یگون کار انجام نمیتن یگون جنایت نمیکنن законопослушный гражданин و فعالای سیاسی پایه های بالا مقام هستند اولادانی او. خب دوستای عزیزم سلام عرض میکنیم با کل شما. شروع میکنیم با برنامه بدون پرده 43 یعنی که آشکار صحبت کردن پنهان نکردن چیزی را پشت پرده نماندن.
бозам дар барнома рӯ ба рӯи шумо бигем ки дӯсти шумо ва ба гуфтаҳои Раҳмонов хоини миллат, душмани миллат Астанаев оғоз мекунем барномаро. пайхилӣ мекунем. Шумо фақат фикр назари солим нависен дар коммент. баъд аз ӯ вақти занг қабул кардан шид, шумо метавонед ки дар поёни ин силка мондагӣ аст, дар поёни навор шумо метавонед ки ба он силка ворид шида баъд бо мо пайваст шавед. дигар фикр кардам ки одамое ки ҳама вақт моро пайгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд, ба во ягон мушкилие нест барои дохил шидан, бо мо пайваст шидан, ҳарф задан. ин суханҳоро ман гуфта истодам ба он инсонҳое ки мисол имрӯз барномаи моро дида истоданд, бештар ба во дахолат дорад ки чӣ хел бо мо пайваст шаванд ва фикри худшона иброз кунанд. ба ҳар ҳол дӯстои азизам, мо шумо бозам дар расонаҳо дидем ки ҷиянои Раҳмонов ва момаи Қурбонбира, худораҳматӣ момаи Қурбонбира фарзандош ҳамла ба вазири тандурустӣ ва бигем ки духтурҳои боломақом ва ғайраҳо ҳоли инам якта ё ки дуташ шояд ки расонавӣ шида бошад, ё ки он духтурҳо ё он медсестраҳое ки сари ӯ кор кардагӣ буданд, дар палаташ буданд, шабу рӯз бигем ки бояд нигоҳу бин мекарданд, ҳоли ӯ чӣ ҳаст, ӯро чӣ қадр задагӣ ҳастанд, ӯро қатл кардагӣ ҳастанд, чӣ кор кардагӣ аст номаълум аст. аммо имрӯз фарзандони момаи Қурбонгул буд, Қурбонбӣ ҳамла кардааст ба духтурон. чаро шумо модари моро куштед? гӯё ки духтурҳо модари инора кушта бошанд. аслан бисёр як иқдоми бигем ки зур гирифтиянд имрӯз ки ҳамла кардан ба духтурону ба он инсонҳое ки табобати оилаи инора дар дӯш доранд. гарчанд ки дӯсто бародаро ҳама вақт мегуфтанд ки ино худоро намешиносанд, ино он чизе ки аз худо меояд ӯро қабул надоранд. имрӯз инами чизҳо далел ва факт шида истодааст. аммо саволе аст, савол сари ин меояд ки Раҳмонов ё ин ки ҷиянои Раҳмонов, аммо генералҳо ва ғайраҳо ва Рустама дигара ки рабт ба оилаи Раҳмонов доред, як бор тасаввур карден ака ки чӣ қадар модара азият додан, чӣ қадар сахт будааст, яъне инсон ба чӣ корҳо тайёр мешидааст. шумо тасаввур карда истодем ки ин муборизҳо ба чӣ корҳо дигар тайёр ҳастанд дар ҳаққи шумо? ира фаҳмиден шумо? ман умедворам ки ин чиза шумо хуб фаҳмиден, хуб дарк карден ки яъне ин мардум анаму қадар ғазаб дорад ки шумо сари модарои ин халқ, он инсоне ки сухан гуфт, он инсоне ки гушна монд, гуфт ки ман гушна ҳастам, он инсон ҷои кор наёфт, марди кор шид, ризқ наёфт ба фарзандош аз дасти авлодои шумо, маҷбур шид, биромад аз ҳукумат гуфт ки ман гушнаям. чӣ кор карден? модарша, занша, фарзандша ва ғайраҳоша бурден дохили отдел, азият доден, шиканҷа доден, заден, зулм оварден дар болош, то ки и биброя худша бигӯяд ки ман девонаи мара дар Москва саг газидагӣ буд, ман дар девонахона будам. ё ин ки дигароша, ё ин дигар муборизҳое ки имрӯз то имрӯза сари модари ӯ лашкар мекашен мерен. имрӯз қадри модара фаҳмиден чӣ қадар модар азиз буданша? имрӯз дарк кардем ки модар чӣ қадар азиз аст, ки модари шумо аз он вабое гузашт ки он вабора бояд карантин ё пешгирӣ ё ин ки масофагириша фармонша духтур не язнай ту мебировард. инами Эмомалӣ тағоид, язнат мегӯем, тағоид бояд мебировард. ин масофагириро бояд инами тағоид ва авлодош Рустам фарзанди тағоид, Озода, Тахмина, он инсонҳое ки ама даҳани ина ҳамин ҳайвонзодаҳоро нигоҳ мекунад, бояд ино мебировардану фармона,
دختر اوجا عیب نداره که تو دختر رفته حمله کرده باشی. تو مردک میبدی دستای نه. تو اگر میخواستی که اوچای تو را کی کش سببگار کی است که اوچای تو مرد پیش تقاید باید میرفتی. تو او قدر جرأت میداشتی، تو او قدر غیرت مردی میداشتی، تو امروز سر دختر رفتگی زدگی سببش که ترا قانونی چیز نمیگه، برای که قانون برای شما یک فاحشه هست خلاص. چه خیلی فورا هم خیلی استفادهش میبره، کی که فورا و چه خیلی فورا و او گویا که سود و پرکرور و سودیچهایی که در اونجا گشته ایستادن او هم یک فاحشه دیگر است برای شما. کنستیتوسیا او برای مردم عادی است. و کنستیتوسیا تو او قانون برای مردم عادی است، برای شما او تاثیر نمیکنه. قانون هر طرف شما تجاوز کردید. تو دایی باوری داری که خستی اومدی دختر ازدی، سر دختر ازدی، معیب کردی، تو به این باوری بدی. اما قاتل مادری تو در اصل دختر نیست. دختر همه کوشش کرد که تو که مادری تو را برگردونه، یعنی بیست. نه که اول خدا و آخر هم خدا، بعدی کاری رحمانوف بود، کاری تقاید بود که تقاید 100 بار اپوزیسیا را که شما دشمن میخونین برای خودتون، اما همین دشمن های شما با گفتی شما دشمن، انا همین دشمن های شما شب و روز با طریق اینترنت تاکید کردن، گفتن باز هم گفتن که و تو امروز گفته اومده ایستادن و فرداش هم میگم، بس فرداش هم که کرانتین بگیرین، مسافه بگیرین، میلیون ها را برده بجا نکنین و اون میلیون ها را بیارین با مردم غذا بخرین تا که مردم یک بار خونه‌شون در رستایانی ده بشینن تا که این وبا کمتر دور شود از بین مردم. اما تو امروز یزنت استقلالیت میگه و شما بنام نمو لامپاسدار گفتی امام علی گنرال ها از دنگره، از غرغره، از درونی که پشت ترکتریست 10 مرده گوسپانوان اومدن امروز گنرال شدن که مردم غارت کرده استن. ولی یک کلمه هم از که نادیده دیده کد میگه که شما نادیده ها که دیدن پولا همه را دیدن بروردن، اما این پول قطعی امروز جان یا چتونه خریده نتونستیم. این پول قطعی امروز جان یا چتونه خریده نتونستیم. انمو قدر پول دولت سوالت قطعی جان یا چتونه خریده نتونستین. امروز با خودتون مرده گفته سر یک دکتر دختون زوریتون نشان میدین. شما زور نیستین، شما یک ضعیفین شما. فقط او پولتون برای کشتار میتونین استفاده برین، یک کس قتل کنین، حمله کنین، آدم نانیمت کنین، پول بتین، روا در استانبول حاجی عمر پرونه، روا در دیگر جای مسکو دیگر کس بدزده. این کار در شما پول استفاده برده میتونین. نه که جان مادرتون خریدن در کو پولتون کو در کار نشید، نتونستین. از همه باز عجیب ترینش این بود که همه وقت شما طعنه میزدین که شما مرده مادرتون دیده نمیتونین، شما مرده پدرتون دیده نمیتونین. در کبیری هم طعنه را زدین که اومده در جنازه پدر اشتراک کرده نمیتونین، نتونستی. همین طعنه بود. اما که ما که چاره نداریم. او طرف یک گروه شکل‌ها ایستادگی هستند که او شکل در دست قدرت دارد. همون شکل شما هستین. نه که اما شما شکل‌ها امروز در داخل وطن در مرده مادرتان اشتراک کرده نتونستین. از مادر 10-20 کیلومتر این طرف ایستاده دورنه که در پشت در اخران و جیپ و ماشین اتومات پیستولت با تمام زوانیت، با تمام یراق تیر تانک توپ، تا نتونستی تابوت مادر تا برداری. تا بچه های قربان بی شما نتونستی.
و پدرتون آمدن در داخل تاجیکستان با فرمان یعنی یزنت کشته شید پدرت و امروز مادرت با فرمان یعنی تقاید کشته شید پدرت کشته شید مادرت کشته شید امروز شما زوریتون میرین سر یک دختر دا نشان میتین کجا شدو تعنزنات کجا شدین لافزنیاتون که شما در مردوی خیشتبارتون دیگه اشتراک کردن نمیتونید اما در اوجه اشتراک کردن در دست ما اوت نبوده است دیدی تو در سر ما دله هوی کردی و با نام جنایتکار و اکستریمیست و غیره ها اغواندیز خواهین ملت خواهین وطن برآوردی از وطن رانده کردی اما تو در داخل وطن بودی در پیش مادرت بودی همگی 20 یا 30 کیلومتر مسافت نه 50 کیلومتر مسافت داشتی قدر دور نه اینا 100 کیلومتر اینا 200 کیلومتر همگی 2 ساعته ورتالیوتا در اختیاراتون است قطعی تقاید سامالیوتا در اختیاراتون است تقاید توالت با ورتالیوت میروه حاضر последнее время حاجت قضا کنی با ورتالیوت میروه حاضر ایدرونی کمناتا میبره ورتالیوت دا میشینه 20 متر رو طرف میپره و میشینه بعد با حاجت قضا میکنه با ورتالیوت میاد با یک گروه دیگه چاپولیس دیگه در دستاشون گلیم سرخ ایدر میپرتوین با پیش حاجت خونه دم هم گلیم سرخ میپرتوین که تو که پای قدم کثافتی تقاید در زمین تاجیکستان خاک تاجیکستان نرسه که خاک حرام نکنه نتونست تقاید با ورتالیوت را بره در مرده مادرت شرکت کنی در جنازه مادرت راست بیستی نتونست تابوت مادرت قپیده نتونستی نشید زورت نرسید مگه که نخند با یک کسی دیگه کیو میخندن در حالت دیگه نه زبانیت پسند میکنه دیگر نگفتی هم گپا پولت با تمام پولای دزدید در جنازه مادرت شرکت کردن نتونستی ما بدونم که تو در رازسک بدی و در جستجو بدی خیلی میگفتیم که مایلی اومده نمیتونه شرایط نداره شما میلیون ها تاجیکستانی را انا همین شرایط آورده که میلیون ها تاجیکستانی در روسیه مرده پدرشون مرده مادرشون مرده نزدیکشون مرده فرزندشون یا که تویاشون اشتراک کرده نمیتونه میلیون ها شما این شرایط آفریدین برای مردم که او مردم نتونه رفته در خرسندی یا اینکه مرگ مرده یا اینکه لب تابوت مادر یا پدر قپ و جوان شما این شرایط کردین اما امروز اما خداوند اما شرایط در سر شما آورد امروز در سر شما آورد که در پیش مادرت ایستاده لب تابوت مادرت قپیده نتونستی و ما باوری دارم همچنون رستمم آزادم و غیرشم لب تابوت پدرشون قپیده نمیتونه و در جنازه شرکت کرده نمیتونه من نمیگم که او را سر میکنن ای وطن در داخل وطن بده اشتراک کرده نمیتونه در داخل وطن ایستاده اشتراک کرده نمیتونه من ایده گارانتی میتونم چی اپوزیسیا هست نیست این اپوزیسیا بس کده برای اما سیستم ای ساختگی که امروز در تاجیکستان قرار داره مثل اونه که میگه که بنی نباشه ای چشم میخره انامو بنی رحمانوف هسته ای چشم انام فرزندوی رحمانوف قطعی نمی حکومتی و گردمانه رحمانوف هست
همین روز رحمانوف جانش برویا کپای همه فرزندش سوختگی است. تمام جیان گرد ونش کپاش دود کردگی است. همش این را فراموش نکنه رحمانوف. رحمانوف فکر میکنه که ما اون کاری که به مردم کرده ایستادم و تمام هر کاری خواهم میکنم. نه، این اشتباه است. این همین نشانه‌های همون چیزی است که امروز برآمده ایستاده است که نمیتونین جنازه یکدیگری تا خوندن نمیتونین، تابوت یکدیگری تا قپیدن نمیتونین. روزش میشوه کو گفتی هم خلقا که بر چغدک توپلم هایدی که باشینگا چغل لسه اونا وقت یک گندش که پیدا نمیشوه که در بالای سر در قلنده بر چرچر کنه صدا براره. برای که شما قطعی غضبی این ملت، شما قطعی غضبی خدا بازی کرده آمده. شما پروتیفی غضبی خدا و پروتیفی غضبی این ملت ایستاده. فکر کردن که تمام دیگر هر روز ما اینمی روز است، اینمی کیف صفا کاو خوردن، تجاوز کردن، زنا کردن، اودیخ کردن، دیسکوتیکا گشتن، تمام دولت خواهیم گشتن، پول مردم در اختیار ما بودجه دولت گفته میگیریم، خدمون کیفش میکنیم، سویتای مردم ها 20 سال باز میفروشیم، پول میگیریم، میلیون ها دلار را خدمون اولادن کیف میکنیم میگردیم. شما اشتباه کردیم. روزی است که ابرد نیاچات داره ای چیزو و در ابرد نیاچات چه باید یا بر شما فکر میکردین که چه خیلی جواب میتین در پیش مردم. هزارها مادرای ما، زنهای ما کمی از اوچایت نداشتن، کمی از مومای خدورامتی مومای قربانبی نداشتن و ندارن. همه همینا تاجیکستانی هستند که اون مادرها امروز برا در مسکو کوچه رفته ایستادن. تا اگر قدری اوچه را میدونستی، تا اگر قدری مادر را میدونستی که شما همتون و اونم جیانای رحمانوف و رستم و دیگر و امام علی، شما اگر قدری اوچه را میدونستین امروز حداقل مادرای ما، زنای ما تاجیکستانی ها در مسکو کوچه نمیرفتن، توالت توزه نمیکردن. در تاجیکستان زمستان و تابستان کوچه ها را مادر توزه نمیکردن. اگر که شما قدری ایده میرسیدین، شما قدری اوچه دا میرسیدین. امروز بعد از مردن اوچت فهمیدی که اوچه چی است. امروز بعد گذشتن اوچه فهمیدی که قدری اوچه چی بوده است. درک کردی قدری اوچه را. اما ما جوانای تاجیکستان ما این قدر و این درکی که امروز بعد مردن اوچت کرده باشی ما در زندگیش کرده ایستادیم. این درک و این قدر امروز ما در زندگی فهمیده ایستادیم که مادرای ما کوچه رفته ایستاده. این زیبنده نیست که من گنرال باشم و جیب سوار شم و در کوچه یک مادر این سرزمینی ما ببروی کوچه برو و گل بشنونه پارک آباد کنه و من روزی دروز در تلویزیون رکلام کنم لنتا برم و انا پارک را ببینین، کبوتی را ببینین، آزادی را ببینین. و در انمون لاوی ره باز یکی از سگزادگان شما را فرزندش یک سگزادچه دیگر زد زنک کشت رهرو و 150 سومانی به جریمه جوابش داده. یعنی قدری یک مادر تاجیک شما همون قدر ارزش دادین که 150 سومانی که اون مادر برای یک لقمه نان ساعت 4 سحر 3 شب 4 شب خسته اونا سگزاده رحمانوف که میبروه طبیعت ما را میدونید. ما طبیعت هم طبیعت
ки табиати онҳо сагзода хира нашава. гуфта кӯча меруфт ки саҳар қатиу кор бигзара, озода кор бигзара, рустам кор бигзара, кӯчаҳо тоза бошад. аммо 4 техника овардан ки ӯ қадар табиаташ тоза боша, ки ӯ ҷора бикуна тоза куна, ки 500 сомон 400 сомон бечора модаро ойлик мегиранд, ёки 700 сомон 100 сомон дига премияшон мета. бо иам айноми Рустами Эмомалӣ мешава, ё Озодаи Раҳмон мешава, ё Эмомалӣ Раҳмон. айноми ино ба кӯчаруо тӯҳфа карда мешава. бо як чанд қанчиқзодаи дигар ҳаст, занако гирдванаи хидураҳматӣ идигилда биданд. зимистон дар рафта модарои бадахшон бечораҳо наски бофта, дилошон сӯхта, наскиҳои бадахшонӣ бофта, ба ин модароро равон кардан. ӯо боз омада аз номи ҳукумат ба ӯ тақдим карданд ки шумо ҳастен кӯчаҳои мо тоза, шумо ҳастен озода, мо фахр мекунем бо шумо ки шумо кӯчаҳои моро, шаҳри моро озодаву тоза нигаҳ медоред. ва ин 4 қанчиқзода дар кабинет бояд бишинад. зан қадри зана намедонад. зан ҳамчун зан бояд қадри зана бидонад. вақти кабинет ки шишти ту зан бояд онҳо кӯчара ки диди ки онҳо аҳвол аст ку, бояд барои ҳуқуқи онҳо зан ту бихези мубориза барӣ. ту дар кабинети бояд бугӯй ки набояд ин зан кӯча бурува. онҳо вақтра мегӯянд ки ту зан ҳастӣ ва ҳуқуқи наира донистӣ, на ин ки ду наски оварда, он наские ки боз ҳам бечора модарои бадахшон ба дастошон духта дил сӯхта равон карданд. имрӯз бо биёрен айноми ҳукумат бо таъна зада, бо шумо ҳастен кӯчаҳои мо тоза аст, шумо набошен чӣ мешава мо намедонем, ё набошан шумо мерӯенаш кӯчара, ё наметонен руфта. гурӯҳи алфаи хидураҳматии дигил ҳол як гурӯҳ бо ҳастанд, гаштестанд дар ҳамуҷа. на нур доранд, на гуфти ҳамун гапон, на сифати занӣ доранд, намедонӣ о ки ҳастанд. аслан ҳукумат ҳам хеле инсонҳоро ҷамъ мекунад ки ҳама кадоми дар ҳукумат кор мекунад бояд ғамхори Раҳмонов бошад, бояд ғами Раҳмонова бихӯрад, шабу рӯз пешво асосгузор қарсак бизана. бояд худое накунад дифоъ аз як камбағал, аз як кӯча монда кунӣ, ҳамун рӯз ту хоини миллат, хоини сарзамин, хоини тамоми чиз, ҳамун рӯз ту мешавӣ барое ки ҳуқуқи як нафар дармондаро чикор кардӣ, дифоъ кардид. имрӯз ҳамла кунена ки пага азизамон бимира, духтуроро ҳамаша барен зиндон кунен, бикишен, пароненаш. чӣ ба азизамон мурд? барое ки модарат намемурд, барое ки намра, балницаҳои Тоҷикистона беҳтарин балницаҳо месохтен, таҷҳизотҳоро миллионҳоро намедиздиден, намебурден, беҳтарин таҷҳизотҳо месохтен. барое ки модарат намемурд, яъне ки вабода агар ки фасад мекардан духтуроро шагат қатъи диплом намедоданд, тағоид барои дилхушиш. ин духтур чӣ кор куна? айси тағоита дилхуш куна, парадои тағоита пир куна, ё ки дарс бихона, мутахассис шава ва фардо биёя дар онҷа кор куна. кадомиша куна ин бечора як одам? кадомиша куна? ҳозир 30-солаги истиқлолият тамоми мединиститут шагат дора дар онҷа. як моҳ зиёд шид, 2 моҳ шид шагат дорана, парад гузаронда истодан. анамино пага духтур мешава. ана ҳамино пага духтур мешава. пага озода бемор мешава, намё личениш мекунад. пага инами азизамо бемор мешава, намё личениш мекунад. намёе ки ба шагат диплом гирифтагӣ ҳастанд. ай ки менолен? ай ки худтон сохтагӣ системада, ай ки менолен? ту бояд очаи мара рост мекардӣ, ту бояд очаи мара чӣ ба мурд, очаи ма чӣ ба мурд? барое ки ту тағоид, язнат, ҷиянот пулора дуздиден бурден. нест ҳамун чизе ки дар Тоҷикистон очаи тура личени кунад. нест.
صدها اوچو مردن رفتن، صدها هزارتاها اوچو مردن رفتن، یک کیسلرود یافت نشید، یک کیسلرود یافت نشید که ما ننموده یک هوای سونی تیان. برای چی کیسلرود نیست؟ برای که شما دزدیدن پولا، بردن پولا همشا نیست. برای که در دبی خونه خریدین، قصر خریدین، در امریکا خونه خریدین، در اروپا خونه خریدین، قیمتترین ماشینا را خریدین، خودتون با شیخای عرب مقایسه میکنین، اونا یک پیتوخچه دیگه روزی دراز میلیون رسخود میکنه. نیست شرایط در تاجیکستان. دکتر میبخشی و شلنگی خودش قطعی سونی نمیته در اوچایت دیگر، هوای سونی بته، یا که دهنش قطعی در دهن اوچایت مونده هوای سونی نمیته، نداره همون شرایط، همون بلنیسه، همون دکتر نداره، نیست. اگر با اون شرطی که باشه هم استفاده بردش نمیتونه. برای که این دکتر در وقتی باید او را بخونه چه خیلی استفاده بردن در کاره، در نا پلاشتکه در پیش تقاید شگت داشت، بعدی شگت پولا داد و نمو وزیرت پولا گرفت، دیپلوما فروخت. برای چی پول گرفت؟ برای که یزنایت با از وزیر دولیا میگرفت نمو تقاید، یا که رستم تقاید پیسرش، یا آزاده دولیا بستگی او باید بیو و استودنتو بگیره بتا. و امروز اما حالت سستایان اوار پلاژنی دومدگی مدیسینای ما یا که علمی ما یا تکنیکای ما دیگر چیزی ما همش سببش خطونه. ای کی منولن در آسمان توف کردن، اومد امروز در روی خطون زده است. برای ما توفا زمین در نگاه کرده توف کردن در کورد، طرف آسمان نگاه کرده توف کردن در کور نیست که او میاد در رود میغلطه. ای کی گیلا میکنن؟ ای دکتر، ای معلم، ای دیرکتور، ای کی گیلا دارین شما امروز؟ کی ده حمله کرده استین شما امروز؟ من نفهمیده استم کی را زده استین؟ ایو ده همتون جمع شین تقایتون را برینه بر بزنه در سرش بشنونه بفهمونه پدرنلت احمق ای حیوان زاده، یا که خودتون را نصیحت کنه نمیخواد پولو را ما نبریم دیگر جا، ما اینجا بسازیم همون شرایطه، ما نریم در خارج برای بهترین شرایط لیچنی کردن میلیون ها مصرف کنیم، همون میلیون های نمیجه را راست کنیم تا که ما در نمیجه تبابت بیابیم. ما دختری ابوعلی ابن سینا در تمام دنیا لاف میزنیم که تاجیک بود، تاجیک، فارس. ابوعلی ابن سینا امروز مدیسینای فارس ببین، ابوعلی ابن سینا اسنوات المدیسینا میگیم، اسنوات المدیسینا ابوعلی ابن سینا فارس بود. لاف میزنیم امروز. کجا رفتیم که سینای ما کجا شید؟ تیبی ما کجا شید؟ تیبا تجاوز کردن خطون. چی با میریم با دخترو را میزنیم؟ برای او را اول زدن بیاد او متخصص میشید، او تیار میشید. یزنت دولیا نمیگیرید، تقاید دولیا نمیگیرید، فرزندای تقاید دولیا نمیگیرید و خودتون دولیا نمیگرفتین ایو و پولا را برده در خارج پنهان نمیکردین. پولی ملت خون ریخته رالتان خورده در روسیه پول تاجیکستان روی کردن که تو که شرایط تاجیکستان، بودجه تاجیکستان خوب شود. 46 تا 50% بودجه دولت، بیش از 50%ش ای حسابی مهاجری که در آن اوجه بیچاره رالتان خورده است، در وگان خواه او بیچاره خودش پسولیت نمیکنه، یک کمناتا سنیمت کنه، زندگی کنه، یک کوارتیر بگیره، پول اکانوم میکنه، تاجیکستان روی میکنه که تو که تاجیکستانی ما بودجهش خوب شود، شرایطش خوب شود، یا تجهیزات خوب شود، یک زندگی در وطن خوب شود. انا پولا را شما نمیدزدیدین، جیپ سوار نمیشدین، لند کروزر و فراری و در دبی رفته عادی ساعتای تیلو تلفنایی که در بالاش بریلیانت خطی زکاس نمیکردن، چی خالتونه میلیون دلار ده. انا همون پولا ده شما تجهیزاتی تیبی میخریدین، بالینس ها را آباد میکردین،
اگر که این کارا میکردین امروزی دعوا میکردیم که ما میگفتیم که همین بچه‌ها مردن همین مهنت کردن برای تیبی وطن با همین خیشی یکی امروز چیکار میکنین حمله. خب دوستای عزیزم امیدوارم که مسئله همه ما و شما دا فهمو است. ما کوشش میکنیم قبول کنیم شما را یک تا قبول کنیم دتا خب به هر حال یک تا قبول کنیم. سلام علیکم مهاجر علی. السلام علیکم آقای حسنی و تماشابینا همه کسا سوزه اکا. و علیکم سلام. تشکر زیاد. امیدوارم که اکا همین روز گوش کردم که رفتن دخترها را لط کردن. ای بر پدرتون علت همون پیشوا و سیارش میگن نه جادهنده و نمیچی نمیستراش میگن که انو میگن ما نمیدونم شکر هوایا نمیتونم زونو نمیپیچه هوایا اگه نتونش بروا همون نبودن تیب مردن بگیم همین حالت دا زدن یا که همون وفات کرده است ای کی است همیجا اصلا کی عیب داره؟ من اکا من سودیم پرتفتیم آمدم این من خودم سون داده ایستم نام رفته ایسته خودم در روسیه کار کرده ایستم رولتان خورده کردم میرم دیپلم میگیرم بعد کار میکنی؟ این اینجا کار کرده ایستم حوز در روسیه نومم رفته ایسته در تاجیکستان در اینستیتوت میرم دیپلم با میگیرم در وقتی گستم یعنی دگاه سیدگی است که چند پول باید بتی دیپلم بگیری؟ این هم خیلی این هم هستم کرده ایستم انا برای همه که این خیلی نمیکرن آقل پدرو نه اینکه مادر میلتون نمیشید خیلی این فرزنده مردم نمیشدن خیلی ای دسته یا رحمون فروش رنگی روی همون سلمی اکو سنگم نوش سورم تا غاوجیدگی اونم خشتگی اکا روش سواد نداره که نه اقتصادی تا پیش برده است در نه ساهای تیبا نه تکنیکا تکنولوژیا را هیچ بقا به سواده هم که بیناموسن که تو این درجه را بیناموسن که هم که میگیم شما میروان یا تش عقل نمینم بر پدر تو اودام شدگی جیانوی رحمانوف بگیم حمله به دخترو وزیرو و غیره کدگی زدگی رو بسیار آدم را زدگی هستند یک یورانی بسیار آدم را زدگی هستند که کمیوز یک دی تشفکه نوشتگی هستند در عین حال نکی اما اینجا جبر دیده یه چیز بسیار است که چرا مادری او یعنی مامای قربان بی یا من اکایم خودی زورش با دختر میرسه من آشکاری نمیگم اگر ببرویان من گب میزنم اون تا میزنی زور به یک گب زنی و حجرا گب زنی او تا زور ببروی به خلق گب زنی میروم باید که صبح به سعودی شوید چه روزی که گب زنی ببین برادر ببین رحمانوف یا بود ببین رحمانوف در تمام برآمداش تاش رنگ تای گردن غازوری کشال رحمانوف میگه فلانی را قپیدی محکم کردی ها اینامی جیانی پرزیدنت گپ زده است اینامی جیانی اینای گپ زده است قپیدی ها اینامی بچهای پرزیدنت گپ زده است محکم کردی و کی بود استن اینامی جیانای پرزیدنت گپ زده جنایت کرده است امروز ادکریت در تمام رسانه ها جنایتی ردنوی جیانی خودش برآمدگی است آیا چاره میبینه رحمانوف برای این جنایتی که رفته وزیر زدن یا که نمیدونم دکتر زدن حمله کردن که اوچای او را بای بی تقایش شدگی است که تقایش باید کرانتین اعلان میکرد در دولت نکرد تو امروزه در استادیون ها استودنت ها را برآورده رقص بازی دوره یعنی که تو امروزه همین چیز پنج شیده رفته استاده یک تاش اگر کسل باشه در استادیون 10 کس دیگر کسل کرده است 10 کس 100 کس دیگر هم که رفته است کسل اوج گرفته رحمانوف یک تاش من خانواده ویروسای در تاجیکستان نمی خانواده ما تا امروز خدای مکه مسلمانان خانواده ما کرونا ویروس سومروی کنه اسپی نکرده استیم در بالینسو جونیست خدا قسم در در بالینسو جونیست سکوری نیست که زنگ میزد ساعت 2 شب زنگ زدین سکوری که بیاید سکوری گفته که بنزین نداره گفته در ماشین بعد همسایه بردین شد سیستم عکسه خچوکی فقط در یک سری خوجگی حساب کردیم قریب 120,000 ارسی رسول کردیم 120,000 خب انا باز یه مسئله دیگه که ببین همون
جیانی رحمانوف یعنی که رتبه حربی داره، بگیم یک انسان کارگر کلان است، اما با تمام همین قدرت پول و دزدیدگی مالش در جنازه مادرش شرکت کردن نتونست، خیلی بیمار بود. لای توبوتی مادر رحمانوف میگه اگه از سنه شما را مثال مخالف میگن با دزدی دولت میگن، هم خیلی میگن شما را که خیلی نچی با رستم دورا لمی رستمی بانگی اون نیش دورا نمیکی خیش تاورش همش لتیان دورا خیلی رحمانوف مرده شکل بگوشی صادق خانم برای خدمت کنن دیا مرگ مرده دیا افت برای گرفتگیان صدقان ای تگی دیل ای تگی قول ما هم خمیگ موقع هستنه که هم قپر نشدگیم نیک اولیای رحمانوف هم خمیگ پاتو ای اودان تاوله چدگی نیستن یا ای دینازاوران یا ای چینگیزن چون چی هم وقت بله قربانگاری نکنم خیلی وقت بیشتر نگیرم اکد تشکر به همه هم پر اختل کنیم اوینخ تو سوال بتیه که چی به ما به سواده ایم اولاد رحمانوف سوال بتیه چی به به سواده ایم او رستم ده هر یک درجدینش در رحمانوف وعده دادگی است که یک زبانی باید پدرکه کنه برای همون رستم در درجدینیاش گرفته است این زبانی را برای سلوژبه نه پروست زادروزش در روز زادروزش رحمانوف یک زبانی بالا پدرکه میکنه. امروز تو گنرال خود اکد دست تولد نشیدگنی حالا سال دیگه گنرال مایور میشه از گنرال گیو که چی هم تا میره ها سال دیگه ان شاء الله اکایم میرساشون هم تا میره دیگه گنرال خدا حافظ اکا با مجرم ماجرا سخن کنه که هم اولاد تشکر. ما فکر نظر دیگر انسان‌ها خب دیگر انسان‌ها را میفهمیم اینجا فکر نظرشه. انا برادر مهاجر یک لو رفتن میگیرم. السلام علیکم برادرها، به تمام بیننده ها و شنونده ها سلام خدا میرسانم. من هم همین فوجیه دیدم برادر در همین یوتیوب حوزی بکوال من همین وقتم بگه دا وقت دارم که بینم در اومدم دیدم راستی گپ اگم نخواد کم که تا همه قد درجه رسیدگی باشه ما خلق مسلمان نخواد کم راهبر دولت یک چشمت کشو یک خلق نگاه کن یک پیش پاتا نگاه کنی قرن پوکاتون در آسمان نکنه. نه بچه گفتی آستانه گفتی خودت که در آسمان توپ نکنه پیش پاراتون توپ کنه که همون چنگش نخیزه. شما چا کده ایسه؟ برادر اگر عزیزم ما بمبره با فکر ما دخترو را که سمرت نکازین میتن من گوش کن نکنه که وای خودش عزیزم همورا اگر عزیزم همورا یا آزاده یگان وقتی چی رسه یگان کسلی رسه این نخود نه که تمام مدیکایا تمام خلق تاجیکستان رو میکشن ویا تمام خلق تاجیکستان من میدونم من در همین روسیه در مهاجرتم من در همه جا میدونم که ورچایی که با کلی خداشون خوندگین در اونجا صاحب منصب شدگی نیستن آمدن در اینجا خیلی خانه دادگی گراجنس دادگی کار که دیستن. من دارم شناسا ورچای تاجیکن که در اینجا خلق بیگانه با تمام سنتش لچه کردن برای شانس دن پول نگیرن طلبه ها که عقلش کتی میدونه میدونستود خانه گفتی خودت برادر اصلا که شما من این برادر حاضر برو مدرب گاو زد که من سم دادم رفته ای صاحب پگه میرم دیپلوم میگیرم. بچه تو پگه میری من میدونم چیکار کنم دیگه علاج نداره سم داری دیپلم میگیری. شما یا اویلا کنه نه مردم دانشمند شما سوادتین مکتبای کشوین راه تین علم آموزین پول غارت نکنین تن یاردم کنین همین ساحه تیپ دا یاردم کنین ساحه تندرستی دا یاردم کنین ساحه معارف دا یاردم کنین تا که میدزن سمی مردم تا که داجه کتاب و دفتر و پرته استول مکتبای حساب پدر و مادر خریده ایستن داجه کتاب و دفتر و استولای مکتب حساب پدر و مادر خریده ایستن. من این خبره میفهمم اگه من حاجتش نیست کدام مکتب در کدام رایون در کدام چی من میدونم همش میدونم. یکی که امروز حاضر ما خپیم حالی ما یک گرک سیریم خپیم
حالی ما گشنه نشدیم برای که مهاجرای ما خورنده ایستن، پدر و مادرمون ما خورنده ایستیم، فرزندمون ما خورنده ایستیم ولی گشنه نشدن. بر سومرایی نکنه و یا گشنه شون ایدرنی خودش در میگیره، ایدرنی خودش در میگیره. بین برادر امام علی رحمان گرد و نواتا نگاه کن، رستم گرد و نواتا نگاه کن، امک و امک بچگی نکن، اکو داداری نکن، جیان بازی نکن، خش تاور بازی نکن. تو چا کده ایسی؟ تو کجای نگاه کده ایسی؟ تو کجای نگاه کده ایسی رحمانو؟ تو کجای نگاه کده ایسی؟ اگه من شنوی تو کجای نگاه کده ایسی رحمانو؟ تو تو پدری میلاد میگی من پدری 4 فرزندم، من 4 فرزندم تربیت کردم. تو پدری میلیون خلق 10 میلیون خلق یا پدر میگن، تو چخلتی پدری ملت خودت نام گذاری. خیلی پدری ملت. نه پدری ملت. نه بخشش پدری ملت خودت نام گرفتی. تو اویلی خودت دگه بود نگذاشته ایسا این قطع ملت چه میکنی خور کردن؟ این قبیلت چه میکنی؟ من همین گپ تو استانه گپ در فرزندات میگذارم. چه هم میتونی اول درنی خودت سرشته کن بعد بیرون برو. منم اول درنی خودم سرشته میکنم بعد بیرون همسایه‌ام میگم که بچه‌م خیلی نکن، همسایه خیلی نکن. تو خودت فرزندای خودت تربیت کردن نمیتونی، تو خلق چه ظلم میکنی؟ یک سوال دارم. ای بای بی دکتر شید همین مومای قربان بی مردیو که ای بای بی رحمانوف شید در اینجا کی همین کارانتینو رو نکردین، همین شگات رقص بازی و نوروزی و توی کنسرت و آش پلاو و نمیدونم سایر گلی لولای همین چیزا رو همین جشنوی رحمانوف شد که همین کسل اوج گرفت و عاقبت رفت با مومای قربانبی را و مومای قربانبی در بالینسا زد. در بالینسا نیست همون شرایطی که متخصص و اینکه شرایطی همون نیست. خیلی سین سال از یک طرف دیگر سین سالش کلام بود مرد. یعنی ای بی کس ای بی دخترسی که ای بی من برادر استونه پیش گپتا گرفتم. یک برآمدش در گفت که تیزاوا میکنی، نان ریزه میکنی میخوری هم برای سلامتیت فایده داره. این گپی من نیست، گپی پرزیدنت ای، گپی امام علی ای، این گپی هوای. چرا تیزاوا نکرد خالای قربانبی؟ تیزاوا میکرد میخور ساز میشد، شکم شیر میشد. ای بی کی ای بی کی شکمی و یا سیران نانی مردم اوهی مردم میرسه، اوهی من نرسه، اوهی یا صغیره یک بیوطن بیخونه وای میرسه اوهی فرزندای من، اوهی من نگیره، اوهی فرزندای من میگیره. برای که ویا سومی من خورده ایستن، اما نالو گرفته ایستن، فرزندای من نالو گرفته ایستن، اوهی ویا نمیگیره. تو نگاه کنه برده و یک هوشت بریا بیا. این نشانه هاشه. این من اوجه رسید، اوجه زد، در خواهرت زد، در مادرت میزنه، در فرزندت میزنه، در دیگه اولادت زده میگیره. خدا دست نداره که برو را در پیشانت یش پلاو زنه که این کارو نکن. خدا رسپانس درازه پرفته ماندگه ابولا نگاه داره. الله این کاری چی نیست. من همه قدر گفتنیم آخر سخنم همه که در اینجا نه دکتر گناهگاره نه معلم گناهگاره. گناهگار خودی راهبرای دولتن، خودی همو کلانان. شته میخوره ما که شته میخوره ما برای که ویا میخورن ما عذاب ما میکشیم. چی گناه داره؟ خیلی وقتش نمیدزدیدی تجهیزاتی همون مدیسین، نمیدزدی پول مدیسین، نمیدزدی، نمیگرفتی ماشینای لانکروز رو پانکروز رو جیپ و اسبای $100,000 و $1,000,000 نمیگرفتی. بیا یا اسبات فروش یک بالینسه آورد کن، یا مشرت فروش یا مکتب آباد کن، یا اسب جنا میخره، اسب نمی دعوا میخره، یا خانه فروش یک مکتب یک ولایت آباد کن، مکتبای رایانه آباد کن. خلق تعلیم ته که تجهیزات کن، خلق تعلیم گیرد، نه بیا مجا مهاجرت ده هموجا کنه. من برادر همه قدر گفتنیم که خدا دستی دراز نداره، خدا نگاه داره، نشان میتیه. امروز پگه نشان میتیه وایده. خدا دست نداره که برای در پس کلی رنگی من میتونست که بیاید دبر دهنی ما شپلاق زنه که بچه هم این گپر نگو. تشکر برادر عزیز. ولی دامان خدا باشیم باقی یگان مهاجر همه خفه نشود. خیلی دیگه همه قطع گفتنی داشتم که همش عیب خدا مونه. ما برای که سوم سقه روی کرده من اینجا فرزندم گشنه نمونه، برادرم مادرم پدرم گشنه نمونه، من عذابش من
روی کتاب دای من روی دست دای عذاب چه عذابا کشیدن پول من شما روی میکردگی فایدی و یاد کستی و یاد آرد بین چند خسته روغن بین چند خسته حالی هم رحمت همو الله بزرگ بکی نگاه داره و داستان داره همو خلق کمبغل در داستان که عذاب نکشه اون خلق کمبغل خبیا میره خلق کمبغلی که پدر و مادرش مرد ای کرونا ویروس ای بیماری بمیریم ما برچه میزنیم میکشیم با کی دا میبریم فرزندامون کی برای میبریم مادرامون کی با میریم خدامون کی با مراجعت میکنیم باقی دامون خدا باشه خدا نگهبان تکم میتونی که شما ما از یوتیوب پیگیری کنید تو که در پایان خیلی آدم زیاد است فکر کنم در این مسئله خیلی انسانو بحث کردنی هستن و گفتنی خدشونه داره ما ایالا قبول کرده میرم هموطنای عزیز شما میتونید که در انا چی بستین یعنی که در اجدانی تو نوبتتون اومدن اجداد کنیم برای که یک آدم باید ادوشی گوش کنیم ده که هم فکر نظر شه بگه که نیمکولا خب برادر عمر سلام علیکم پیش یک مینوت یک دقیقه برادر پرویز رحیمزاده که شما در همون چیزی تکنیکی قرار دارین همینجا کدام از موضوع بیرون هم فکر نظر داره از بلوک کامنت ننویسید چی هم خوبتره اینجا در اومدن خیلی که جدایی اوقات کردم شروع کردم یاد کردم این رمان تو را پس اول گفتم که در دیگر جا کنین اینجا نه خب امینو را سر از جاش ده 300 مینوت محکمش که تو برنامه بچیدنه امروز برنامه حمله جیانوی رحمانوف سر وزیر دکتر و بگیم که آدمای بالاپایه برادر عمر امیدوارم خوب و صحت سلامت باشین سلام علیکم آقا و علیکم سلام خب خبر خوندین اول پرسیم خبر آقا روسیگا ما هم خیلی دیدیم نه تماشا نکنیم نه با از شما شنیدیم آقا جون خب جیانوی رحمانوف حمله کردن با دکترها و وزیرها که چرا مادر ما مرد تبابت کردن نتونستین زده لطکوب کده مایب کده در خونهشون ولی یا بار دیگهش با فکرم زلاجنیک در قرار دارن هم خیلی حادثه ها شده است اگر آقا جون جیانوی و هم جیانوی رحمانوف حرام اگر یک تا دکتروی مرا تا اخیر کی بکشه اون مرگ از جانب الهی است او را میگیره جونشا چی قدر که ظلم کردی اوهی خلق میگیرد چی قدر این قدر مادرای ما که اوه چشمش میره و مادرای او نمیشوند این قدر ما در عذابیم او عذاب نمیکشند این قدر ما بوی و چشم نیاد میکنیم او چشم نیاد نمیکنند چیزی کردی جواب میگیری اکا در دنیا چیزی کردی برای همین ما گفتنیم با هم جیانی همون حرامی تپاکی اگر نمی یک تا همه شب بکشی او چایت دیگه بر نمیگرده ای صوبی ای ظلمی تو او چایت برای تربیه کردی ای سگش با جواب میگردن از خدا با جواب میگه برای توری حرامی بدبختی لین آفرید شاید که مادر فهمی ها دانی مامن در نزد خداوند جواب تسته باشد که همون فرزندی مرا جان شبه که دیگه عذاب نتمره تا با جای خلق دعا کنی که حق مادر ما دعا کنه تا میره آخی جان در دست دکتر نیست جان در دست اون سسرا نیست بله یا که جان در دست رحمانوف نیست جان در دست رحمانوف میبود نه او بیوای و چش جان میداده برا بله یا که در دست عزیزم میبود نه او حرامی مرده خواست تخفل و مردگیش در کار نداره نه او چخ چه جان میداد بله برای همون برادر اعلام میکنم با همون برادرایی که در هستن کم که انصاف ایمان دارن خیلی که با او روز تماشا کردیم در حق محمد زویره در حق یک خری حرام به ایمان چی ده به ایمان ده چی ده حقش دام میکنی یا بدبخت خدا زده یا ملای دیگه بو او ایمان نداره قبول نمیکنه اسلام تو چی میره در حق دام میکنی شاید که دیده باشین همین ویدیو را کرد اوجا پلاتنی دو بود خیلی اکا فرنات نه ایمان تا فروخته اشکار بگو که ما رنگم ساید مکرانم بگو ما رنگم ساید مکران واری ایمان ما فروختگیم چیزی که همی حرام میگم ما پیروی همی را کدستم فرعون زمانه را کوشکستم بگو میستن ای امام حنیفه گپ میزنن امام حنیفه وظیفه را با کلا نگر در زندان مرد رو تانسیو
ما جشن امام اعظم را کردیم. امام اعظم از شما بیزاره، 1000 بار بیزاره. او جشن امام اعظم را 12 13 سال پیش کرد. تا حاضر نه بدبختای شیطانش در تاجیکستان اسلام، در تاجیکستان اسلام جناب حرام تا میگه که گم گشتن را گم زدگان بدبختان میگه سطره. خب برادر سر مسئله ده، یعنی که این جیانای رحمانوف مجازات میشوند با مطابق قانون که حمله با گویم که چی کردن با دکتر، یعنی که وزیر و دکتر و سر دکتر رو ولی چند یا کشتن هم با فکرم یک چند تای همو مدسسترایی که سر و چشت شب روز می ایستادگی شاید یگان تاش کشتگی هم هستن. ولی اکای ما یکم بونه سای شویدی خیلی کارو میشیم اکا اگر نیمی خلق بکشن نیمی خلق بکشن یگان کارش نمیکنن. خیلی که نه نمی یک ماه پیش بود قطیش آدمای محمد ظاهر بود، نه جیانش بود، خسر بچهش بود، کی بود جنگ کورچک کشی کردن چیکو کجا شیدن هم اینا در دنقره برای شیره کم ولی برای علف دیگه اینا. بله خب برادر عزیز با مردم چی گفتن داری پیغام تا بگو برای پایان آدم زیادتر کوتاه‌تر با مردم گفتن که برادرای عزیز بیدار شین، هوشیار شین. ای کار دوام داره که جان ای با یک روز دو روز ای بود نمیشه. هوشیار باشین برادرها از ظلم هوشیار باشین. چند قیمت تونه تسترکش با خوبتره. یک قدم پیش مو یک روزه برد میکنه. تشکر زیاد برادر عزیز. ان شاء الله شما انسیت خدا نگهبانت برادر. برای ما شما را چیکار بردم. شما میتونید که از یوتیوب ما را پیگیری کنین و حتما دوستای عزیزم انا گویم لایک پادیلیت این چیزو را فراموش نکنین. کوشش کنین اینجا برادر با چهره آمدگی است و هر حال انسانی که چهره داره بگیم این دیگر چیز است، یعنی که صحبت کردن. یک دقیقه برادر ما برادر سعید سلام علیکم کوتاه‌تر فکر نظر شما را میفهمیم. چهره قطعی آمدگی را یکم قبول کردن میگیرم و چهره در نمیسته برای تو دمو چهره. برادر سعید سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله برادر. خب امیدوارم خوب و صحت سلامت باشین. یعنی از نگاه شما چی بود که جیانای رحمانوف بعد مرگ مادرش رفته وزیر دکتر یا اینکه دیگر انسان ها را لطفوب کردن که چرا مادر ما مرد شما سپاست کردن نتونستی؟ از نظر اینها نگاه کنم، از نظر ما این ممکن است اینا هر کاری که میکنند از دستشان امروز میبیا این کاراشان انجام بده ایستادن و خلق دیده ایستاده است. از یک طرف نیک است، از یک طرف بد است. زیرا که اگر از یک طرفی که نیک گفتیم این هست که همین وزیر بود که در وقتهای کرونا ویروس که همین در تاجیکستان آمد همین ها فکرن نگفتن، حقیقتا نگفتن. هیچ از این رئیسی که بود باید از اینجا رفت جای از اینا کردن. همین بود که همین وزیر بود که از مردم تاجیکستان حتی از دنیا این را روز کردن. خداوند این را نشان داد. یعنی همین وزیر سبب شد که روز کرد این چیزا در جهان نگفت که ما داریم. حقیقتا نگفت. برای از همون رئیس جمهور سرکار دیگرها باشه باید گفتن بود که در تاجیکستان ما کرونا ویروس است، دنیا امروز مبارزه برده ایستاده است، باید شما هم تدبیر این را گیره. چی باشه تدبیر گرفتن باید این دولت پیگیری تدبیرشون. یعنی که در اینجا عیبی این وزیر هم هست که پنهان کردیره. البته پنهان کرده به همه ها را گرفت. باید گفتن است. خب با مردم چی گفتن داری برادر؟ یک پیغام داری؟ مردم همین است که امروز ما باید حق خود طلب کنیم، مبارزه بریم، چون که خداوند مبارزه شرط کرده است. تا زمانی که ما امروز مبارزه نبریم ما همیشه حیات رذیلانه و پست بردان میگیریم. باید مبارزه خود نشون دهیم، چی در قول باشد چی در فعل باشد. امروز ما حق بگوییم، حق خود طلب کنیم. به خداوند در سوره بقره میفرماید استعیذ بالله ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هم در اینجا خداوند ما را قولی امر کرده است هم فعلی. ولما برزوا لجالوت
نه زمان که طالوت به جالوت مبارزه بود، جالوت که یک ظالمه بود و یا داود علیه السلام که بکش، همینجا خداوند مبارزه را شرط کرد به فیل، ولما برزوا لجالوت، این به سخن نمیشد، این به فیل است، به فیل انجام داد. بعد در دوام چی گفت؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، دعا کرد هم فعلی هم قولی. امروز نه فقط ما به دعاست، باید به فعل و به قولی به خود ما انجام دهیم، حق خودمون رو اعتراف کنیم که نباشد باشد. تشکر برادر. خدا اگر به قول و فعل انجام ندیم ما هیچ وقت به پیش نمیریم برادر. دیگرش این است که همین جنای پریزیدنت اگر به تقدیر ایمان آوردگی باشه این کار اصلا نمیکرد، زیرا که خداوند در حدیث قدسی میفرماید و من لم یصبر علی بلای، هر کسی که به بلای من صبر نکرد و لم یرضی لقضای، اون تقدیری که من برای بندگانم گرداندم راضی نشد، و لم یشکر نعمای، اون نعمت‌هایی که من بندگانم دادم شکر نگذاشت، فلیخرج من تحت السماء، از این تحت آسمانی من، پایین آسمانی من برای رود فرستاده است. آیا برآمده میشن؟ آیا اعظم یکمین آسمان ما دویم آسمان برآمده میتونیم؟ اصلا برآمده نمیتونیم. و اگر فرض کنیم براییم هم خدا موقع فعالیت رو ربا سوا غیر من دیگر پروردگار طرف. و اینها از روی غرور و از روی آن گناهی که اینها انجام دادن، آن غرور و آن پولی که مالی که دارن، ممکن از اونها این چیز منتظر هست میشه این کار انجام دادن. تشکر برادر عزیز. انشالله امیدوارم که پیغام شما میرسه و گوشی کاران ها میتونین که ما رو از یوتیوب پیگیری کنین، انشالله پدیلید و بگیم که دیگر انسان ها در رساندن فراموش نکنید. تشکر زیاد برادر. خب خدا نگهبانت. انا برادر عزیز، دوستای عزیزم کوشش کنین نوارا با دیگر انسان ها رسانین تا که در آیند. امروز اوبوشی جیانوی رحمانوف است، یعنی که صحبت سر اوبوشی جیانوی رحمانوف رفته استوده است تا اینکه فکر و نظرشون گپ زنن. خب برادر سلام علیکم. امیدوارم که خوب و صحت سلامت باشه. سلامت باشی. راستیگه موضوع توجه نشدیم موضوع ما. بهترین برای که چهره اشکرو دام و موضوع را باید دیگه تکرار نکنم. آدمی که چهرهش پنهان باشه نمیکنه، میگم که خیلی گوش که باید داخل شد. جیانوی رحمانوف بعد مردن مادرشون که نام داشت قربان بی، خدا رحمتی مامای قربان بی، اینو کسل بودن، جیانوشا در بالینسا بودن، همون مرده مادرشون در شرکت کرده نتونسته، تابوت مادرشون برداشته جنازش خونده نتونسته. بعد از سوز شدست نمیدونم یک گروه دیگریش اومده وزیر تندرستی دکترهای سردکترهای کلانه اومده زده لطکوب کرده مایب کرده در خونش خوابوندگی است. شاید که یگان تشبه برده کشتگی هم باشه و طرفش نامعلوم چند کس زدگی است. سوز یک ده انسانی که چهره‌ای که بگیم وزیر تندرستی و معاونی همون بگیم که با فکرم خطا نکنم سردکتری همون بالینسا همون انسانو را زدگی هستند. همون قدر زدگی هست که خر درنی پختک و تری نمیزده، همون خیلی زدگی شد. کروچ پولی کلید خواه در خونه شد. چی با مادر مرز پسند نکردین سببش اوبوشی جیانوی رحمانوف است. چی فکر نظر داری؟ یعنی تو کجا تا کدام اندازه درست است؟ راستیگه با سبب گناهگاری اساسی اصلا خودی رحمانوف که به خاطر که معاش همین کارمندای تی با بلند نکرد، بسیار اکثریت متخصصا به خارج رفتن. صبح در تاجیکستان صبح خصاب ازوده خصاب بعد اپیراتsia کردن تلفنش فراموش میکنه در درون آدم ها. درست. و اون اپیراتsia کرد تلفنش باید اون وزیر ده باید پیش تقایش میکنم، تقایش لطفوب میکنن. چی با معاشی همیو را چی نکرد؟ زیاد نکردی ایرور کردن. ببینوزی در کشورهای عربی، در یک چند کشور عربی ما شناس دارم، رفیقا دارم،
انا اون انسان هایی که اون دختر بچه هایی که دخترایی که در روسیه یا اینکه در اوکراین یا در بلاروس یا اینکه در قزاقستان در همین منطقه های بگیم عموما آسیا مدیسین خلاص کرده رفتگی را فعال نیروز گاس اگزامین میگیرن. گاس اگزامین یعنی که متخصصایی که امریکا و اروپا تمام کرده اومدگی متخصصاشون اگزامین میگیرن. حاضر 99%ش میگه که دیپلمشون انیلیرود کردن، یعنی که دیپلم قطعی کار کردن نمیتونی در دولت. یعنی سر بخون تو خوندگی نیستی، نمیفهمی چی را در مدیسینه. بعد قفاشون یک سپیشال گروپ داشتن روان کردگی بوده است. همو انسانایی که عموما هم سوهای مدیسین خوندگی را قفاشون شب و روز نظارت میکردن که درس میروه. روز هم اومدگی خودش پلا دادگی دیسکاتیک و کیف صفا و همین گشتگی دیپلم خریدگی رفتگی اونجا مدیسین کورکسته است. باز که چند زنکو و مادرها مرد است از پشت همین دکترها неправильно دیاگنوز کرده لیچینی کردگی مردگی است. همش میگن 99% چه انیلیرود کردم. یک دوست ما از همون چیز میگن 99% چه انیلیرود کردن دیپلمشون از اگزامین گذشته نتونستن. گفتن که برین ایسره بخونه. یعنی که توی درجه بگیم که سوهای مدیسین دا استراژ کار میکنن. امروز دکترای ما آینده دکتر میشوند که فردا ما اوته یا فرزند ما اوته یا زن ما اوته یا مادر ما اوته اپا خواهر ما اوته باید میره در پیش نمو طبابت میگیره. او هاز در میدان شگرد کردیستن با شگرد دیپلم میگیرن پرد میگذرونن رحمانوف دل خوش میکنن شعر از یاد کردیستن در وصف رحمانوف باید که تیب از یاد کنن شعر از یاد دورن که باید ببروین با یک آواز گفتی همون گپا هم کسا شعر بخونن بعد دیپلم میگیرن. انا دیپلمی که با خوندن شعر گرفتگی از او دکتر است. فردا باید ما اوته در پیش او طبابت گیریم. اینجا کی عیب داره؟ رحمانوف دیگه در همه چیز رحمانوف های امیر رحمانوف نباشه در مردم چی پیغام داری؟ مردم چیکار کنه؟ فردا مادری ما میره پیش او دکتر در خواب میره. اینا امروز بگیم اکای ما رفت خوابوندمش مثال گیریم در پیش همون دکتر. فردا مادری نمیدونم بینندگانی که همین جواز 7 است فرزندشون مادرشون پدرشون میره در همون تیپ دست یعنی همون انسانای در خواب میکنه که دیپلم با رقص گرفتگی هستن. خلاصی گپی رحمانوف در همه چی گناهگار است. رحمانوف تو مثال مادری انا اما فخردین تو گذشتگی نیست مثال که در چیزی مادرش اشتراک نکنه. رحمانوف در همه چی مهاجر چی باشه گناهگار است. چی در تی باشه بسیار انسان‌ها ای دست رحمانوف در جنازه نه پدرش نه مادرش نه یک پیش تورش مقصد چی کردن نمیتونن اشتراک کردن نمیتونن. کمی سخت است. سخت اینه که کارشون غیر قانونی است. باید جواب بگن از خون. و خود رحمانوف تونست که در جنازه خواهرش شرکت کنه. رحمان فروز دیگه بو پیگیری او را چی نمیکنم. اگر که میکرد مثال میگفتمش. یعنی خود رحمانوف نه با کاتولیک کردن ویروس فکر کنم نکرد. خود رحمانوف در جنازه خواهر خودش اشتراک کردن نتونست نکرد. هم خلاص نیست. یگان عکس نبرومد یگان چیز نبرومد که رحمانوف در جنازه خواهرش اشتراک کرد. همینجا یک گپ دیگه چرا رحمانوف در چیزی نزدیک خودش که در تمام قدرت داره در همون وطن است اشتراک کردن نمیتونه. امروز چوپلوسا مقصد همون لگنبردارا با سنی مخالفا طعنه و معلومات میزنه شما در جنازه مادرتون یا پدرتون خواهرتون برادرتون اشتراک کردن نمیتونه. این سوال همون دست جواب شما میگن با فکر میگه روز اما میگفتگیستن همون جواب شب رو اومده در یکونجا سوال نه برادر دا جواب بتین چی با این گپ در رحمانوف نمی نویسین که در دوشنبه استوده در دنگره خواهر تگور کردن در جنازه اشتراک کردن نتونستی یا که در جیان رحمانوف بتین همون فخردین ده چی با در دوشنبه استوده در دنگره جنازه مادر در اشتراک کردن نتونستی. این سوال همون دست برادر جواب شب نویسه. و یک چیز دیگه یک پیام موضوع پیگیری کنم فیسبوک تو
رحمانوف با خطای چی فلوکت طبیعی شده در خطای چند کس فوتیده رحمانوف تعزیه بیان کرده. چرا در پنجکین یا در کلاب یا در دیگه جا مردم مثال چی کرونا ویروس کی باشه، چی مقصد آفت طبیعی باشه، چی مهاجرت باشه، مرگ مردهشون میاد، مقصد چی نمیکنه، تعزیه بیان نمیکنه و خطای تعزیه بیان برای که خطای سپانسر شه. اگر هم سین زینپین اگر پیشکش بمبره رحمان و ویدیوی زفقاتی گریه کده تبریک تعزیه بیان میکنه که همون سین زینپین بین ای را دیلش بسوزه که بسیار دوستی ما به دست گفته. یکی توجیکستانی 30 سال میشوه مرده ایستاده است در روسیه و در سرحد و سالداتو برای حمایت وطن گفته رفتن کشتن، خودشون کشته شدن، زیر تیر سینه سپر کردن برای حمایت وطن. اینمی روز رحمانوف یا اولاد رحمانوف یا که خودی همین انسان همچون پرزیدنت برآمده تعزیه گفت مادری هموده یکم کسا مثال در دور نمیرمی پنجکین در نوشید امودن تعزیه بیان نکرد و یکمسی برای چی یا همو خطای دا چی کرد تعزیه بیان کرد و چوپلوسا با عدیل در فیسبوک همو رو در صحیفه‌هاشون نشر دوران میگم که اما اکثر سربازی ما اکثر حربی ما میبراین میگن که ما حمایت وطن میکنیم. موقع کدام وطن همچون انسان قدر نداشته باشی، در همون وطنی که پدر مادرت همچون انسان قدر نداشته باشه، در همون وطنی که باور که تو با زبانتون هم وطن داری خلاص دیگر هیچی نداری. فورا رحمانوف فروشش، فورا رحمانوف تیاو کنه، فورا هر کاری رستم قطعی رحمانوف اولادش خواه بکنه، اما تو یک سویتفار از سرخ گذاشته نتونی در وطن که من وطن دارم میگوی. میبخشی کدام وطن حمایت کردی؟ تو سیستم رحمانوف حمایت کردی، اومدی مردی کشته شدی برای حمایت رحمانوف، اما از طرف رحمانوف هم چون بگیم که پرزیدنت یک تعزیه گفته نشید زپادلو دونیسکی نمی باور کنه نمی توجیه همین 24 مثال 2012 حادثه در پامیر شد در همان مثال یکم تعزیه بیان نکرد اخی را خودش کشتوخی اموران مثال یکم سخن یک چوپلوساشان تو حتی یک مکتوب یکم صحیفه شون ننوشتن که امی همدردی مثال امی چیزی 9 سال ننوشتن و دا ممکن است خیلی نوشتن و فقط هم گپی رحمانوف باید تکرار کنن و بگردن. اینم خیلی است برادر. برای همون سربازای ما دا افسرای ما دا باور کنید دوستای عزیزم دودرام اکام که شما در همونجا خدمت دارین، شما برای وطن بیگانه هستین. شما تنها در زبان یا در سخن شما فرزندی وطن هستین یا که وطن حمایت داره. شما وطن حمایت نمیتونین کرده، خطای در فروخ نتونستین کرده، هر کاری رحمانوف میکنه شما هیچ کار کرده نمیتونین. آن چیزی که با دفاع رحمانوف است شما همون را میکنین و برای نامو رحمانوف کشته میشین به نامی حمایت وطن، اما حمایت رحمانوف کشته میشین حتی که از رحمانوف یک تعزیه برای مادر شما نمیشه. یک آخران سخن و مقصد دیگه بگم با همین چیکم خداحافظی کنم با همین جنرال ها و لیتنانت ها که همین شما در نزد رحمانوف با مثل توفلی 5 سامان قدر ندارین، کلوش همین مقصد 2 سامان 3 سامان قدر ندارین. شما بس کنین بیاین در خوات مردم بیستین پردو که یک گپ چا میشه شما رو رحمانوف تماما نمیشناسه میگریزه میره و شما میمونین مردم با مخالفین مقصد با پدر مادرشون خیش توارشون یه روز که خیلی که حسین اشرف و برادرش آوردن ظلم نکنی که امو یکی پیروارون میشه امو دستارینتون که در سراتون میدان میشه با هم خاطر ما آوردنی بدن. یک برادر ما کسل است بگیم در بالینسا است برای هم نیاوردن ولی سوز شما میورنش اینجا در برنامه با هم خاطر گفتنیم که همین چی گنرال مایور پالکونی باشه بس کنین دفاعی رحمانوف قدر ندارین، شما قدر تماما ندارین. شرمنده کردستن خیچونا شرمنده کردستن در پیش خلق با امید رحمانوف. اگر همو حمایت وطن کنن، همو حمایت کنستیتوسیا را کنن کو
من باور که 100% راضی هستم یکی اما همه یک طرف مونده که او حمایه سخن رحمانوف کردستن یا اویله رحمانوف برای که یگان تایو آدم حربی نیستم و ای دنگره واردگی گنرالش دادگی نمیته گنرالی تمام اینا بالای که اولیمتای واردگیشه تو دین را کفای پشت نتر کفیدگی در کفای پشت کلاسکا خواه میرفتن که خواه میکرد این هم تری آدم ها بودن آوردنش امروز گنرال داده این را رحمانوف با زبانش تصدیق کرده که در این چنگ خواه آوردگیم لامپس دادگیم تنه تکیده این گپی من است گپی رحمانوف است اما روز بپرسش автомат ای چند قسمه یا پیستالیت چرا نمیدونم مثلا اون ای که جو میدونم میبخشید تو دین را و قطعی همو پوستین ای دنگره دا قطعی خر عشق بوزی کده میگشتن یا نه وقت پوشیدن فرما پوشیدن بعد همین دیروز برادری که حسین اشرف همونجا چیز کردن پامیریو این چیزای رحمانوف سالی که 91 همی قطعی روس مقصد ازبکستان هم اسلام کریم ازبکستان هم اسلام کریم بگیم عملیات کلوبی و غرمی و پامیری گذروندن لینوبودی با این بازیوشا به خاطر فرزندش با انجام میده با بازیوشا انجام میده در هر منطقه گفتی گپو هسته آدمی بچن هسته خوبشان هسته ما تمام همی است که همین چیزا نشود در باین دیگر تکرار درست بود یعنی رحمانوف از دنگرگی ما دنگرگی نمیگیم که ما فقط اویله رحمانوف میگیم در هم درون دنگره هسته آدمایی که امیر رنگ نمود رحمانوف بیزارن بله نیمی اولادم در دنگره یا ای فرخور سیمومین یتیم ایامو رنگ نمود همون بیزارن در همین گرمانی هستن اکثریتش ای رنگ نمود همون سیمومین یتیم فانی و دیگریوشان بیزارن بس کنین ملتگرایی رو دیگه توقعی هم خیلی پیغام تبگو ایشون دیگر را قبول پیغام ما خیلی خلاص دیگه که بدور شنو دیگه توبکای چی با کارناویروس میکشنتون چی زنده میکشنتون میبرن نیست نابودتون میکنن ای خوب بخیزین دیگه تمام این روز پگه با چی میکنه پدرش امام علی 45 ساله بود وظیفه را اگر 30 سالی استفاده بود بچه‌ش یوشه با 30-40 سال دیگه فرزندای ما غلام رستم میشن بعد شاه افسر میگن میگردن موضوع پیشوا میگم رو با شاه افسر بدور شین دیگه تمام همین خبر برادر عزیز ان شاء الله که انا دوستای عزیزم شما میتونین پادیلیت لایک از یوتیوب پیگیری کنین بچه‌ای که صحبت کردن تو که استودیو پایان خالی شوه از بگیم که چیز دیگر انسانا را ما بتونیم قبول کنیم دوستای عزیزم ان شاء الله که این اجازه ما دکس قبول میکنیم برای به چهره را انا برادر سلمان سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ما با همه دو شخصیت میخواستم که همه سخن ما برسانم اگر که امکانیتش که میشید همون چیزتون همین سخنهای مرا کالتا میکردین روی میکردین اما یکم مسنجش روی میکنیم ان شاء الله یکم سخن ما با پرزیدنت هایی مقصد که گفت که سطر ایمون نیست ای تاجیکستان نیست ای تاجیکون نیست ای مردمی مثال افغانستان و مثال عربستان ای گفت ما با هم بدبخت گفتنیم که وقتی که سطر ایمون نباشه ریش اگر ای تاجیکستان که نباشه همون کفن ای تاجیکستان نیست خب جنازه کردن هم ای تاجیکستان نیست پس چرا امروز مثال خوارت های اپت های مثال هم بگیم چیزش کردی خب لطه پیچونش کردی هم جنازهش کردی چرا مثال نگفتی که مثال یه ایمون نیست نکنیش یا که بالاش یکون کریس بزنه یا که برای علاو سرش بتین رنگ هندوستان وره علاو سرش کفنش نکنه ایش یک دیگهش که ملاحایی که میرفتین مثال جنازه کردین شما خودتون دیده و دانسته که مثال میگن که مومن برادر مومن است انا خواهرای ما را مثال مادرای ما را بچه‌های ما را مثال هر یک تای ما را مثال هم ریشم نتراشیدن هم مثال سطرمون نگرفتن روی روشاد بردن در عدلا مثال چقدر اقارتمون کردن پس چرا شما امروز مثال این اویله را هم جنازه میکنید هم در بالای سرشون مثال
хатми Қур'он мехонед, ҳам мебарен гӯшон мекунед. Пага фардо рӯзи қиёмат шумо дар пеш мисол Худованд дар пеш пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ хоҳед гуфт? Магар ин қалби шумоаст, магар ин бародари шумоаст, пас чаро шумо мисол як бор нагуфтед ки пас чаро ки шумо мегӯед ки мақсад ки сатр аймон нест, риш аймон нест, пас чаро имрӯз мисол мурдаотона ба масҷид меоред, масҷидҳоро ку маҳкам мекунед, гумбазошона мегиред, муллоҳоро намемонед ки бихонанд. Ҳар як муллое ки мебурад як сухани ҳақ мега, мебаред маҳкамаш мекунед. пас чаро имрӯз мурдаҳотона ба масҷид меоред? сабаб дар чист? ана ҳамин сухана хостам ки ба ҳам ба муллоҳо, ҳам ба президент бираса ки мисол сабаб дар чист ки мисол ҳам масҷидҳоро маҳкам мекунед, ҳам сатр. вақте ки як оилатон ки мурд, دیگه نه دکتر روز داره، نه медсестра روز داره، نه ملا روز داره، فقط بداو که تمام. بله. باقی در امان خدا باشین اکا، خدا نگهبان تو باشه. صحبت تشکر زیاد برادر عزیز. انشالله که امیدوارم که سخن شما در گوش او رسید. خب بگیم که برادر منصور، سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. با همه برادرایی که از گوش کردستن از دیگه من نو اینترنت رو آمدم، همه حال و احوال دیدم که دختره уже تای مشت لغت گرفته استن. همه که در دهنم همه که آواز آمد که وای داد وای داد وای داد. دیگه سخن نیست چی گاوزنی یاده. دیگه من تماما از ایدولونم همه کفیده بر آمده است. ای وای داده گفتی های گپا اینا که باید این کاری یا من باوری دارم که با اولاد شما تیرار میکنم. سگ بچه هاشون با بسر همین دکترها روی میکنن. حالی بینده حالی با هم خیلی نه فرزنداشون نه کودکای مایدهشون آبادی نمیبینن. با دقیقه کوچه ایش میبید از سرشون زور میکنه و ایش میبید از خونه باخت چی وار پیچه باخت این هم خیلی گپ خواه گراش کردن کو. خب برادر چی باید کرد؟ یعنی از نگاه خود چی باید کرد؟ که چی جه یک گپ که باید یا جویا شویم، هر یک تمومه بریم یا جویا شویم یا جویا شویم بدور شویم عاقبتش همینه که با همه حال و احوال با میگن جزا میگیره با این کارش ویران کردن. نمیکنه یگان چی نمیکنه دست دیش که گپ چرت نمیگن نه جیانش نه قاینش نه جورش یگان کس یگان چی گفته نمیتونه. جورش هم جیانش جورهاش یگان کس یگان چی گفته نمیتونه اگر یگان کاری گنده کنه. اینجا خود ما فریب کرده شیشتم همجا یا جویش هم میگم فقط گفتی وای واز دو گاو زده استمون یگان رزولتات نیست. نمی رزولتات همیه که برادر خودت امروز درآمدی یعنی که دیل تا گفته ایستودی رزولتات همیه فردا این رزولتات های همین تا رزولتات چند میگیره برادر یکی برا کاش که نمی خیلی رزولتات ها در سر همه توجیکایی که همی هستن گاو میزنن برویان همی نکنن ممکن او وقت یگان گپ خبر شد. بعد همه با این جیان چرک پیرک گفت وای مردم باید راه نشون تیم کار نشون تیم تربیه نشون تیم شما یعنی باور که همین تاجیکستان انقلاب شوه کو هم مردم اگر مهاجرت خواه همه جای نمی فیرما لگال نه افیتسال نه انسانی که پچینت میکنه اچاد میسپاره برای دولت برای هر یک نمی انسانی که از تاجیکستان خارج میبره. روسیه نه ما ایشالله که امریکا و اروپا و دیگر دولت ها قطعی کنترکت ها میکنیم که اگر میرفتگی باشه فقط نمیروه گفتی همون گپا گارانتیش قطعی میبرانش با گارانتیش قطعی میوره بهترین زندگی قطعی کاشم خشوا کاشم آمین کلمات 18 ساله که بلیط بگی روسیه بره بعد اولاد رحمانوف پول روی که میلیون نگو همین مادر که مرد جیانی رحمانوف بچهش مرد خواهر رحمانوف مرد اومدن دکتر از زدن چی بدن رفتن پیش تقویشون که تقویش هم که تقوی اوخی نمی همه نمی
грубо говоря нами мрази ты буд ки нами халқа бурвардести рақс бозӣ ва пеши рай амира нагирифти дар коронавирус омадаги кӯмакҳоро дар кисамон задем тақсим кардем ай бихидмон буд доруҳоро фурӯхтем дар дигар давлат Афғонистону дигар тарафҳода фурӯхтем у доруҳое ки таблеткае ки бояд дар тоҷик зада шава ура гирифтем бурдем дар наву Афғонистон гуфти ҳам гапо дар бобомон задем ки во касал нашавам не на самом деле ҳами таблетко ҳами аз барои вирус ҷидо шидаги тоҷикистонда уст дарафта зада шид хайри худоӣ шидаги ҳам хинес хайри худоӣ яъне айби ки аст инамеоди ҳама яго чай уна мурдааст мисол як хоҳари Раҳмонов не чи ба садҳо чо мурд ягон духтар ҷавобгӯ нашид чи ба хоҳари Раҳмонов мурданда ҷиянои Раҳмонов рафта то министра мезанад ки то очай мара зинда накардӣ гуфта охи ака як бори дига гапае ки ҳамамон прекрасно медонем ки ваё неприкосновенное лицо в государстве аҳла авлодуш неприкосновение ягон тайму гурдан намекунем ки равем гав занем кани ягон кас омада нишонте ки ҳам ягон чи гуфтагӣ боша гав мезанаша ё сарша мегиранд ё турма мекунанд инама гуфтестам ку бародар ака ман гап надорум шумода манам гуфтестам манам ҳама чи гав мезанам не ки ҳамин дар дили хона ина ман мерам мисол Тоҷикистон манам на муҳоҷирум бо ростша мегум ай худум ай кохи ваҳдатум ами таги дари хонашон биратам фаҳмидед як кас дар пеш як кас боша дар пешум ки мо ягон шаки номус мекунава мехеза нами ҷошда меқапан мебанданаш дига илоҷи нест агар ҳам хешава ку ба худо куи ҳоҷат ман намедонам чи хеле не ки ман умедум кандаги ай хеле шава ҳамин генерале ки ҳамин кора мекуна ҳамин генерале ки ҳамин кора мекуна полни роз гуфти ҳамин гапо ҳафт пушташ бос обеспечени қати оиле ки сад фоиз ман розиам водитель личный водитель шофёр бесплатный лечение тамоми шароит хонаводашда то ҳафт набгарда дига қаҳрамони ватан ки номша дар китоб дар тарих менависем боварсомони айкалша мемонем даббари гап нест ман розиина 100% ман кани ҳам хеле генерал боша кани дар пешум боша гӯяке брашикаи додари акаш ина манум гап мезадагӣ ман гуфт гап не ина ман мехезам дасти холӣ мерам ман тир туфанг нати дасти холӣ мерам тапчика шапак мекунам шона бовар кар инам хеле гап хавар ай хайри худоӣ душанбера дар номуш мемонем гап нест 100% ҳамун кӯчаи ҳайкалша мемонем ҳисовай ака ман розиам ман бовар дорам ки ба дабари манам як қиёмат мардуми дигаам розӣ меша ки кош ҳам хеле генерал ята шава гап мезадагӣ ки ҳамин овоз шафаҳмид аъзои бадану ҷумба хуну дар ҷош дуроя ки марда ина гав задеста ай пишти хелео рафта ҷон фидо кардан гуфти урусон низападлояк медонӣ ки бар ҳаққи худу ту барои бародарот барои зану фарзанду ҷон додестӣ ки ами зулми ами раҳматиҳо халос шавем бародар ки гуфт ман умедворам ки тамоми халқ розӣ мешава он генерале ки он сарбозе ки дар ин ватан яъне ҳамин кора мекуна ҳамин авлода дастгир мекунанд бовар кунед тамоми дигар гуфти ҳамин гапҳо ҷиноятҳош бахшида мешава аз тарафи мардум агарчи Саймумин куна ин кора ятим куна Рамазон Раимзода куна ин кора фарқ надорад ҳамин ай тарафи ҳамин халқ тамоми гуноҳи ҳамро мебахшанд ва ман умедворам ки полни гос обеспечени охрана қати дар кор шавад шофёри шахсӣ беҳтарин яъне дар хонаш продуктара ку аз ҳисоби давлат фақат чизе хоҳа меёранд метанаш 5 вақт повури шахсӣ дар хонаш авқотш мекунад барое ки миллат далши қатл намешавад яъне ки ҳамиҷа дига қатлшавӣ беобрӯ шидани ватан тоҷикистонӣ номи тоҷикистонӣ обрӯши намиҷа дигар вастанавид мешава остоста шояд ки иса дигар ҳазорҳо муҳоҷири дига боз зери қатл
همین روز همین کم کدام گنرال است اینا ما امیدوارم که با فکر ما و همین برادر تمام همین عالم راضی است که همون گنرال قهرمان اصلی که همین یگت گفتی همون گپا قهرمان در بر نام هیکل سومونی هیکلش هم میزنیم بعد مردنش و در کتابا ثبت میکنیم که تاجیکستان از نابودیدن نجات دادگی انسان این همین انسان است 100% گپ 100% من راضی اگر همین انقلاب نمیکرد شاید رستمش میشید دیگرش میشید که استاد تاجیکستان هم تایبین میرفت تاجیک هم میرفت نام تاجیکستانی زمین و دولت از بین میرفت یعنی یکی از سپاسیتلی که همین دولت از دست همین حشراتو سپاسات کردگی جان نجات فرزنداش کو پول لوکس زندگی دا دل خود اینا اوش شواشه اف پشتش اوش شوا بوال من همین موضوع اکه هستن این موضوع مسئله همین موضوع یا پروگرام کو تمام اگه این هفته همین اما چطور آبشی همین تیما دا چخ کنه هزار رحمتی کلام برای گپا ما گوش کردگی اگر سخت و بلند گفتگی باشون عذر همه مردم همین توجیه عذری بخشیش خیلی تا بازدیده تیری نایزه بود گپا لابای نفهمیدم اکم میگم گپ تامو تیری نایزه باری توغری بود هزار رحمت کلان سلامت باشه مایلش خب شما میتونین ما را یوتیوب پیگیری کنین ما اینجا خب برادر انا کلوب 44 سلام علیکم سلام علیکم هستن خب امیدوارم خوب صحت سلامت باشید سلامت باشه خدا نگهبانتون باشه این موضوع زورو موضوع برای میگفتن که دوره 90 رکت و بایوی کو بدن میزدن میگرتن انا رکت انا بایوی میگو که یک اولاد چون یک قدام شما ایتاری دیونه شیدن ای 4-5 تاش بمرا بکن پول تاجیکستان هم میکشن هم خلاص هستن ایو ای با یک قدام شما هم عزیزمو بمرا چی میشه بعد عزیزمو بمرا عزیزمو بمرا رستم چیکار میکنه او ممکن همین دشنبه را با خاک پیتر هم دشنبه را کار دارد دیگه اصلاً دشنبه برمان نمیتونه آخه این دشنبه را چاپ روز کنه بعد به کپان واردونش نه حالی دکتر چی میشه بعد حالی دکتر هم در دشنبه کم کپاش دو تاگه نه به یک قدم در تاریخ کردن بچه افرین خلق موجود میمره میره او چوی و چیکو کردن نگفت یک بار که همه چی در داشتن چی موردن برای چی موردن ای با یک آدم شونی تاریخ شدن توبه کنم خدا این چیز سنجش پروردگار هستن یک سوال دیگه دارم برای دونستن قدر پدر مادر باید اون پدر مادر بمبره بعد بدونه که در زندگیش هم دونستن در کنست در زندگیش باید بدونه در موردش باید اگر مرد اجانی پروردگارش شکرانه خداوند کنه پدر مادر با قدرتر میشه برای انسان اگه یک نشانتی یکم چی نیست هم دارون اگه ناموس نداری ناموس میدوش هر وقت چی میکرد در موردش بعد چی در کار اصلا نیو مرد رفت چی در کار اون امام علی بعد مردن مادرش در مادرش قصر ساختگی است در بالای قبرش تاجیک ملت آدم زنده سوید نداره در خونه بالای قصر مادرش ده سوید داره 24 ساعت گریون ای همونجا شب و روز توبه کنم خدا که گفتی گپو جامو جن کومی همون موضوع دوکنی برا بدون که همون موضوع رو چای اما میگه که این کامپیوتر که بچهش بیسو آدم مرض بود خونخور بود پرزیدنت بود خونخور بود نه تاش میگن تمام یا اون چیزی گاش نمیگم خاک چیزی بود نه چاش گذشت رفت بعد مردن هیچ چی آبوشی است جزا میبینن این آبوشوی جیان رحمانوف نه میبینم ما این اشتاد میکنم که نمیبینم ایسا که اول از دردش شونه هستن ایو بعد ولاس پارتوفتن ممکن جهازش شونه بگیرم ممکن اوزی نه نبار با دکتر میرا تعظیم میکنه بخش میپرسه که ما خیلی اشیب چی و مدیسین ما تجهیزاتایی بگیم که نداریم که برای مردم اینم اکثر مردم ما از نداشتن همو چیزی نفس سونی گویم که از بین رفتن یعنی که همین چیز او قدر مشکل نیست همین چیزا آوردن در تاجیکستان اما رحمانوف اجداد داره که با رحمانوف این چیزا پدرکه میکنن دلش میسوزه و میتیه
با رحمانوف آخه سپیشالیستای توزش نیستن در تاجیکستان اصلا کم همون برچوی زورانکو همش در خارجه کار کردن یه هم ای وظیفه را خریده یعنی دیپلم خریده یعنی یه اون هم میدونه ما بعدی ما هم گوندم گره پرس همین گپ هم میگه خریدگیه اون بچه هم بگو خریدگی من بگو خریدگی اینای دکترای کشیده استودن حاضر اینای حاضر که طلبای نو مدیسین تموم کردن اما یا نموشون نه هسته من نمیگم نیست هسته نمیگیرنشون خور هستن یک دقیقه گم بخشش جوانایی که مدیسین تموم کردن و این جوانا آینده در همونجا دکتر میشوند اما نموشون در مدیسین خودشون در استادیوم شرکت کردن اینو دیپلم میگیرن میروند فقط دکتر میشوند کار میکنن در اینجا بگیم ما و تو فرزندی ما و تو بگیم آینده باید زیر دستی دکترو خورانه اینو هیچی را نمیدونن شگرد قطعی گرفتگی دیپلم چی میشوه این مدیسین توجیگن ملت ما چی میشوه ما میگیم ما نسل سینویم اسنوات المدیسینا اولی ابن سینا فورس بود باید ما فورسو در سوهای بگیم تیپ باید خیلی همه ورخوش کرده کو در سوهای تیپ ما باید باشیم تمام دنیا لبای انسان کو باید در دست فورس بیاد تبابت کنه اما امروز نول конечно نول اصلا اکمال پاسانو باساو دست اصلا سوم نداره که بعد یو کار کنه میکاپانش $20,000 وای جمعه $20,000 که اونجا وراج کار کنه هست نمیگیرنشون بچور سلامت باشی فکر نظر دیگر گام نه خدا نگهبانو میتونی که ما از یوتیوب پیگیری کنی ان که انا خب یک دقیقه ایکس برادر سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما آواز شما را نشنیدم اصلا ما آواز شما را نشنیدم خب سلام منظرت من میکروفون را کشته میجه یک زنگ تلفن شید یک انسان یک گپ گفت برایم شما نغزین سوزین تشکر زیاد امیدوارم که شما هم صحت سلامت باشید فکر نظر شما برادر عزیز چرا مدیسین تاجیک ناشیدگی است و چرا امروز جیانوی رحمانوف حمله به سردختران و دختران میکنه که مادر او را سپاسات کردن نتونستن نجات دادن نتونستن بیا جورا ما میگذاریم به مقاله تاجیکی تاجیکوی هم مقال دارن که میگن تیره که خدا زند او صدا ندارد وقتی که رسید دوا ندارد اما خلاص بله بعد اینجا یک گپ دیگه است که حضرت حافظ میگه که روزی اگر غمی رسدت تنگ دل مباش رو شکر کن مباد که از بد بدتر شود اما خلاص بله و که بگیم جیانوی پرزیدنت رفتن غیوری خچون نشون دادن ای دستی بنده چی میویه او پروسه که یک سیاست خچون نشوندن آدم مرده را زنده کرده میشوه بعد که او مرده دیگه فرقش چی بوده سه او تورچه میزنی میکشی ای دستی بنده چی میه هیچی در همه این گناهگار خیلی پرزیدنت های که جای ده یک آدم بیسواد های در سری وظیفه های او طبیب های بعد چخیل میشده باشه که آدمی که سواد نداره توبت کرده نمیتونه کسل دیاگنوز موندن نمیتونه و اگه توبت میکنه او بموره بله میگن که اول سوزن در تنه خودت بزن و میخچه در تنه دیگه آدم انا ای کار بگذار بسر خشم بسیارتر بیا بعد ممکنی که با قدر مردم برسن بله بعد اکمال جوره ما یک چند گپای دیگر گفتنی بدم که دایر با این موضوع نیستن که ما که خیلی شد که در همی استودیای شما برامدم گرد نیستم باید ما بگمده اگر اجازت باشه خب بفرمو همه برنامه های همی بگیم اپا چی را مخالفین ما بسیار تماشا میکنم آدمایی هستن که ای تاجیکستان گپ میزنن که مثل گپ شما تاجیکستان با اروپا و با دیگر دولت ها مثل گپ قیاس نکنید
من خودم یک آدم دیگه سواد مثال مثلا فکر میکنم که این فرض کنیم گرمانیا و تاجیکستان باید ما قیاس نکنیم با گفتی آدمو من نگاه میکنم نمسا موقع دو چشم دارن یک کله دارن یک بلی دارن در همون سراشون بافرین در تایی مغزی سر ندارن یک تایی خب هم خلاص بله آخه مثلا فکر میکنیم این همین امریکا را تشکیل بیش از زوری شده باشه ممکن 250 260 سال شده که توش تو دنیا میدونه که همین خیلی دولت در دنیا هسته تشکیل بیش از 250 260 سال شده ممکن 47 48 پرزیدنت باشه آخه ما تاریخی که داریم گفتی گپا 3000 سال شده او نخو که علمای بهترین ایما بدن طبیبای بهترین ایما بدن استرونومی بهترین یکم در دنیا ایما بود آخه ما برای چی خودمون با او دولت دیگه قیاس کردن نمیتونیم برای چی ما او دولت رو دایره کردن نمیتونیم بله همه دونم همین سوال همین تمام مردم ده هست که تمام مردم ده هست برای چی ما روز تا روز قفا رفتیم سبب چی است آخه همین خلق اگر آزاد باشه فرض کنیم آزاد باشه آخه یک از زواد فابریکا ساز میکنه فقط میبینی انولر باشید بررف یگان سه دیگه یک آدم یک بیزنس میگیره پیش میگیره که همین خلق به کمتر اوسنی بیارم برای اوسنی آوردن اوجا باید رقابت باشه که ما یک مال آوردم 10 سوم کم تو بیاری 8 سومش کنی میشوه ارزان مدامی که آدمو در تاجیکستان استحصالات میکنن میبینید 2 روز پس آیبین رفته البته ما عقیب بریم اگر به اون شرطی که خلق آزاد باشه فرض کنیم رقابت باشه استحصالات باشه همش میشوه اولی در یک جمعه باشه قدیما سپورت کرد که انا تاجیکستان ایتری میگوی ما گفتم تاجیکستان عربه را برآورده نمیتونه ای عربه چه ما خود در خونه میبرم آخه گفتم اون کاری که برای خود میکنی میشوه تو محصولات ببرور که در بازار عمومی جهانی اون نرخ داشته باشه او قدر قیمت داشته باشه میگرده میگه اتوبوس برآورده شه کو آخه اتوبوس برآورده شه میگه قریب 80% محصولش ای خارجی کشور میاخه چیزی که ای خرد هسته او را پیشنهاد کرد ای پخته هسته کن گفتم پخته اشیای خامه تو طلا داری طلا تو اشیای خامه تو سنگ مرمر داری سنگ مرمر اشیای خامه تو محصولاتی ببرور که در او طلبگارش باشه که همه چیز ما لازمه در بازار عمومی جهانی اکا ما طلا و تنگه و پخته در رفتیم ما قدر خیلی نیست که یک برای انسان‌های معیوب ما کلان سال پیران سال ها گویم که حاضر یمو عربچه است یک اکومولاتور داره 4 تا چرخ داره یا تا جوسیک داره همین برای رفتن انسان‌های کلان سال پیران سال و معیوب و همین چیزی است که 4 دونه توربه میرود یک اکومولاتور میرود 2 دونه همو چیز میرود بگیم که موتوری که تو میخوره او قدر قین نیست همین چیزا ساختنش او قدر قین نیست ما همیشه رفتم در فابریکاش ولی همون میساختگی جوش ولی میرم سیومکا میکنم همون را برای معیوبا میبرورم یگان جای قینی نداره همین چیز یگان جای اکمال که امروز بشورت معیوبای ما یا پیرانسالای ما همون چیزا استفاده بود نیست همین چیز که برارم اکمال ما را بتنش اکمال بله میدونم آخه برای همون چیزا برآوردن اساسی بگیم باید استحصالات در کنه که او روز خود همین تریتوری ما آمدی مخرج دیدم آمدی جای حیوانو را خبر گرفتی همین جای حیوانو درم پیش خونه ما های زوپارکا آخه جای حیوان با چی بایتاری آمدی کو وترنر نیست جو آمدی هم پیش خونه ما ده فهمیدم انا برای همین میدونم که همین زوادی که ما کار میکنم در شهر کلوب نام زواد کوستا بود محصولاتش تا خارج کشور میرفت اینا حاضر میستم فکر میکنم همین برای خدوای چستی لوبای ماشینی که در تاجیکستان هسته قسم های احتیاطی همون رو در همون زواد کوستا برآوردن 100% ممکن بود غیر موتور کارابکا همون زواد گفتن خوک دهان کنه که ما محتاج به یگان جو باید نباشیم میریم یا محصولات بی صفت اختیاری میگیریم میاریم که حالا که همون زواد 100% همون چیزا رو میبرد
ما در همون زواد 5 سال کار کردم. بله. برای که او آدم‌ها بسیار هستی چیزا برای چیزا علاهیده یک موضوع میکنیم صحبت میکنیم. امروزه بگیم موضوع ما اوبوشی جیانوی رحمانوف بود که حمله به دکتران سردکتران یا اینکه به ساحه طب که او را زده، یعنی که هم قدر زدگی است مایو به خیلی بگیم یک جایه خوب است ولی حالت او کدام درجه نامعلوم است، یعنی که این چیزی که در ما آخرش خواهم به همه دارم که به همون جیانوی رحمانوف خیلی که بسیاری بعد ای خود نرینه اگر آدم باشین همچون انسان باشین آدمیزاد مرگ ای جانب خداونده. شما باید برین ای همون ورچو ای همون دکترا عذرخواهی کنین بخشش بپرسین که با پگاه یک کسلی و بیماری تان شدک با توبه کنن، نه اینکه یک اوکلا بزنش من برابر روا. برایم خدر ما پیشنهادی ما همیه که باید عذرخواهی کنن. تشکر. انشالله امیدوارم که شما را از یوتیوب پیگیری میکنین و گویم که کوشش کنین دوستای عزیزم بازنشر کردن گویم نوار خب که تو که دیگه پایان دادم زیاد است از سپاس کمتر سوال جواب میکنیم همه بگیم کوتاه سوال جواب کنیم. برادر عبدال سلام علیکم. خب برادر کوتاه‌تر فکر نظر شما چی بود که اوضاعتون کمتر خیلی کنده چسبیده آمده است. برحال بفرمایید فقط کوتاه‌تر. صدای من خوب است؟ نه خوب است صداتون. شما خوب است. باز من دوباره داخل میشم ده. خب بفرمایید یک بار گپ زنین برادر، یک بار گپ زنین. باز من خب به هر حال که باشه. خب برادر بابی سلام. سلام علیکم. اوضاع هست؟ بله هست. خب کوتاه‌تر برادر فکر نظر شما این چی بود که جیانوی رحمانوف حمله به مدیسین کرد در ساحه چی ما هم گفتیم که اومالی حتی اولاد شما تنبکشا ما را گفت نکن اینا خیلی کدامی را فراشون ولی بخواه این روز نه دکتر از آن مثال چی وزیر تندرستی را زیانه قطعی دکتر رو اصلا پوست کشتی روز وزیر تندرستی را زدن خب پگه باید وزیر دیگر هم بزنن. وزیر تندرستی را زده نه اگر که در تاجیکستان اگر در تاجیکستان قانون باشه مثال گیریم دعوا دوران تاجیکستان صاحب استقلال است کن اینستیتوسیای خود داره سر قانونی خود داره باید در حال پروکراتورا برای دلای جنایی میکشد و تفتیشات و بازداشت پیشکی خیلی که عزت همون نگرفتن بازداشت پیشکی کردن و غیر انسان ها را پیشکی بازداشت میگیرن میمونن باید ایران بازداشت پیشکی و دلای جنایی اصلا برادر بیوم گپ زنم وقت ما را نگیریم کاروچی این در تاجیکستان خیلی بازداشت پیشکی سوی قانون پانوی تایید گپ نیست اونجا دولت نیست اونجا جنگل است و قانون جنگل روی کرده میشه ما باید همچون رنگ قانون جنگل حرکت کنیم نه وزیر مثال گنرال پنرال مثال نمایی که همغلی رحمانوف یا کسی سوش با بنازد بودم کلوننده هم وزیران مثال گنرالان چیزان مثال ما یک پادشانم برامدگی وزیر رحمانوف امروز گپ زده است اما حتی ما دبو زروش هست که ویدیو قطعی گپ میزنه روشوت میخزه گپ میزنه خیلی نبو خیلی ما کلونتر بو ما چینوی ما هم هست که میبره روشوت گپ میزنه که همی چیرا میگه همین جسارت داره که رو برای رحمانوف گپ زنه اما وزیر یا که گنرالو همین جسارتی را ندارن که سپیسکا کنه همین تمام اولاد رحمانوف اینا دیدستن که وزیر زدن وزیر کی زدن شما را میارز بسای شما را میان گنرالیت مایوریت لبوچی بسا پیارز می ترام میزنه ترام یا میکشاند یک کسی نیست که سپیسکا کنه همون گی نامو کیا وزیر نامو مدافعه یا که KGB MVD لبویتش یاگون گنرال هم باشه میشه جمع کنه کماند جمع کنه سپیسکا کنه اولاد رحمانوف پول نی نامو
саг пшикша рава захват чун кна грехтагиша паруна нес кна иҷа қонун ҷангалай нест ки кад хати авлоди рамон фа хати авлодиш баъд қонуни баъд чизои давлатиро баъд баҷо мемонем баъд одамвори зиндагӣ мекунем ман фикр намекунам ки хеле одам кам мисол кам боша ё ки набоша дар тоистон хеле одам ҳасте ман намедонам чӣ ба ҳаракат дана мегзарам ина ман як ҷавон ҳами хеле на занг зистам гап зистам ҳам як генерал ҳадди намекунам ки бихезам ҳами оператсияро бикунам бародаро баъд тавсиям ба одамое ки моро гӯш кестан бисёр вақт нагирам ба одамое ки маро гӯш кестан рӯотон пӯшондагӣ ҳам боша занг бизанед ҳаминҷа гап занед ақаллан ҳам тарс айдилтон меброя ба худо роҳат уже гап мезанед бо пага дар тоҷикистон мехезен дар рӯи раҳмонов туф мекунен бароям гап занед хеле чӣ накунен ки рӯм пӯшода исуса бироен гап занед ҷогаи ҳам бошад саломат бошед ташаккури зиёд иншоалло ки бародар шумо метавонед моро аз ютуб пайгирӣ кунед ана ба ҳар ҳол эмомалӣ ба пеш салом эмомалӣ ба пеш ассалому алайкум бародар Астанаев саломи худро ба ҳар як бинандаи ходими халқ мерасонам чӣ гуфтанем аввал сухан бародарое ки моро ҳози нигоҳ мекунанд гӯш мекунанд илтимос падилица кунед ҳамин сайта ки бинандаош бисёр шава мардум огоҳ бошанд ҳамин сайт ай гапҳои халқ огоҳ бошанд бо чӣ гуфтанем бародар дар бораи латукӯб кардани ҷианои эмомалӣ ба сардухтуро бигем аммо не бародар ман чӣ гуфтанем мардуми тоҷикистонро табрик мекунам ба соли латукӯб сар мешава аз 9 сентябр ки вазифара ба писараш метиҳад соли ладукӯб мешава ки и раҳмонов одам мекушт и падарланат писари и латукӯб мекуна оҳистатара мекуша ранги раҳмонов тез намекуша тара и раҳмонов ки камтарак раҳм медошт и падарланат раҳме надорад и писари ҳамун шайтон аст мо як шайтон дорем и раҳмон аст ягонтаи дига шайтон надорем раҳмонов и шайтони асосӣ аст бара ҳамун муллоҳорам ҳам хеле латукӯб кунад ҷиянои ҳамун раҳмонов ма чӣ гуфтанем духтуроро нарасед ё одамҳое асла нейтраланд ё ба ягон касе кор надоранд на ба сиёсати шумо на ба сиёсати бобои шумо тавои шумо ба сиёсат ё кор надоранд барен ҳамун муллоҳоро латукӯб кунед ки гапи дурӯға мегӯянд и аз ҷониби парвардигор аст мо ҳеҷ каса айбдор карда наметавонем дар ин кор шумо худтонро ай худо ки зур мегирен зидди худо ки бироен ҷанг кунед мо ҳечи гуфта наметавонем дига ки шумо худтонро зур гирифтед эмомалӣ худша ба пайғамбар баробар мекуна ба худованд баробар мекуна зидди худо бироен ҷанг кунед дига ягон кори дигатонро зидди дин ҷанг кардем зидди ҳамаи чӣ буд ҷанг кардем ҳамаро хоҳим баровардем яъне ки чӣ бояд кард бародари азиз ки чӣ аст аслан имрӯз вақте ки оилаи бара ягонтааш духтур гунаҳгор аст имрӯз ягон ин қадар модар ин қадар бигем дар русия дар азоб дар хитоб мурдан дар тоҷикистон мурдан ино модар нестани модаро чӣ хел фаҳме мерад бародар як гапитон мегум як гапи як ҷавоби кӯтоҳ да шумо метиҳем ки мо фарзанди угаи и ватан ҳастем мо фарзанди угаи и ватан ҳастем фақат оилаи раҳмонов барои ин ватан ҳаст тамом дига мо фарзанди угаи ин ватан ҳастем моро зиндонӣ мекуна моро кушта мекуна моро латукӯб мекуна мо дига ҳаққу ҳуқуқи гапзанӣ надорем чӣ бояд кард бародар бояд ҳабиб ба муроҷиати ма ба ҳамин духтурори азизу меҳрубону ки ба мардум ёрдам мекунанд шумо нейтрал ҳастед шумо бироен эътироз кунед аз шумо бояд сар шавад бироен як рӯз бироен бигӯед ки чӣ гап аст чӣ қонун аст ки дар сари мо латукӯб мекунанд фишор меёранд и падарланато шумо нейтрал ҳастед ҳамаи ҷаҳон ба шумо нигоҳ мекунад ман ки гап мезанам ки мара нигоҳ намекунанд шумо бироен гап занед шумо қаҳрамонед ман қаҳрамонӣ ё ки Астанаев и дигар қаҳрамоне нестанд
شما قهرمان این ملت هستید که شما یاردم خودم میرسونید به این ملت. برو این گپ زنین، التماس خب نکنید. خب سلامت باش برادر. تشکر. زن مهاجر سلام. سلام علیکم. امیدوارم که خوب صحت سلامت باشید. آوازی ما میرود؟ بله بله. نه امروز باور کنید شما اولین مادری هستین که انا اومدین داخل شدین. انا فکر نظر شما مادر ببینید، شما مادر هستین، فکر کنم از نوشتهتون مهاجر هستین، یعنی شما هم فرزند عذاب میکشین، خطاب کارها میکنین. چرا شما هم زن هستین، مادر هستین، قدر ندارین در جامعه، در حکومت و خواهر رحمانوف یا که مادر یک گنرال قدر داره که کسل شده است، یعنی با خطاگی تقایش این کار شد، کسل اوج گرفت تو همون رسید مرد و یا اومده دخترها را میزنن که چرا مادر ما مرد. این قدر دارن و شما زنان قسمت با قسمت تقسیم کردگی هستن. چه خیلی است؟ این خیلی که برادر هستن، این وطن در دستشونه، امی چی میگن ولست در دستشونه، ولست در دستشونه. ایجا عیبی مردم که مردم اگر بخیزه و یا حاضی دخترها را زدن، مثال او دخترها را همین ما دیدم همین روز رادیوی آزادی را، او دخترها را زدن، مثال وزیر کارهای کجا را زدن، چی را زدن و یا مثال 10 تا بودن 20 تا بودن، زورشان نرسید. اگر مردم غلبه کنه بخیزه استعفا بگه 2000 آدم بخیزه، همون 2000 آدم کشته نمیتونه. 1 میلیون آدم بخیزه و حق نداره 1 میلیون آدم کشته. ما فکر و خدمه همه فکری اندیشی ما همه که یک کس میخیزه گاو میزنه و یا میبرند زندان میکنن، زن باشه اشتراف میکنن یا که لطکوب میکنن یا یک کار میکنن، مرد باشه میبرند زندان میکنن، یا یک کس باشه یا 2 کس یا بگذار 100 کس. ایده زورشان میرسه. اگر میلیون بخیزه مادر عیبی دختر در چی است که دختر را بردن زدیانش و یا بزیدی ای عیبی دختر هم نیست ایجا. اگر بگذار که دختر بیسواد هم باشه با فکری ما ایجا عیبی دختر هم نیست، اجل در دست دختر هم نیست. این هازی در خانی ما یکم بالیسا پور رای میگه بالیسا مخدم ای وحدت میشم، بالیساهای وحدت پور خواه در خانی ما 2 تا کسل کرونا ویروس های، هم مادرم کرونا ویروس های هم اپم 2 تا کسل در خانه خواه. بالیساها قبول کدگی نیست. ایجا کی بینوت جان نیست گفته قبول کدگی نیستن، بالیسا در خانه خوابن. این تقدیر الهیه. یکمش که به هم مشت رحمانوف گناه با وی ما امام تپک به همش به فکر نظر ما بینوت هموی به همش، برای چی که با کمتر در شکم شما همو وی خالتی چکواری کشول نکنه و یک بالیسا را زیادتر کنه. همی کسل یکم سال نیست اوجه 2 ساله. او واگنایی که ازبکستان داد برای همه کرونا ویروس، یعنی که دروش ابرات دوینی کدگی، او واگنا کجا شدن؟ وای در کیسه هاشون پولش رفت، با کی جای در آینده داد، کی جای در خوردن، کی جای در با همو خودشان تای جا کردن، چیکارش کردن. او قداروای آمد، او برای واکسین آمد، یگام چی به پول نیست، همه چی پول داری بالیسا. این پدرم گذشت، پدرم بالیسا بردم پول نداشتیم، چی دروغ بگم، همه چی قپله بدرفت ماندگیش ماند، یگام دختر نگاه نکرد. همه هازی پول کیسه دا پول داری، قدر داری، پول نداری برا میگه کم بغل جاش مهاجر های، کم بغل جاش زندان های، کم بغل زنکش باشه یا مهاجر میشه یا شطرف میشه یا چی دهش برآورده همه هوی کده گاو زدگی ده هوی کده همه یک آواز برآوردگی ده و یا باید خیلی کده میگردم باید بخیر. من همه خیلی خواهش دارم، همه خیلی میخواهم همه ای کدامه که حاضی میشنوه همه صدای مرا، من میخواهم اینم خیلی که مردم یک گپه شوه بخیزه. تمام آخران سال ایلیش نما شخصا میگم باید ما مردم اجازت نتیم رستم گنگش پریزیدنت شدن ده نباید شوه. ما اینم خیلی همچون همی شهروندی تاجیکستانم، هرچند که 10 سال و 13 سال و 14 سال ای وطن دورم، 13 سال شد ما ای وطن دورم، لیکن بای ایروی چی ما ای وطن دورم.
این به همه معلومه ایروی کمبغلی شرایطی وضعبین نورسایی همه خیلی نه که باید مردم به فکر شخصی ما باید مردم اجازت نتا این هیچ کار که یگام چی نه مقامات ورسود کده میتونه نه یگام چی شترف کده میتونه نه یگام همون ملیسش هم ویور همون پیش عدل برده میتونه با کمبغلی بیچاره دهش برای یا لایک 15,000 شترف یا که یگام چی کده نمیتونه. بله مادر عزیز ما تا کجا معلومات داشتیم امو کانتینرها رو امو روزی بعد سیومکا در فروش مونده بودن وقتی که اومدن سیومکا کردن تلویزیون ژورنالیست‌ها سیومکا کردن بعد همو دلگات ازبکستان 3 روز بود یا هفته بود در همونجا بودن که یاردم دادن استنوید کردن و رفتن همون روز فروش نمونده بود فقط با شرطی که تو میخری بعد خریدن سراز کراسکش علیش میکنی میگیری میره یعنی که همه پولش با کیسه های و یادم میره همه کانتینرها رو همون ابراد ببینی که جای خواب و کویکه و درونش جای اوقات پزی و حجت خونه دوشوای استنوید کدگی کانتینرها رو تیار کرده آوردگی بودن خونه‌ای بگیم آهنی همه را همو وقت بعد همو روزی که ازبکستان دلگاتش همو مهمانو را روی کردن فروش دموندگی بودن همش فروختن همش پول کردن در کیسهشون زدن کمی خرید کمی نام دچه داره کمی که چی داره همه را کراسکش ایواز کردن گرفتن بردن باید داو کراسکایی که او داره او کراسکا قطعی نبسته که یگون آدم یگون جو سیومکا کنه صورت بگیره بعد پرتویا بگه که نه دچه ده خوانی کانتینرها جایی که تبابت ده جایی که انسانو برای امروز هم اکای ما کسل بود چند بالینسه رفتن قبول نمیکنه چند بالینسه جو نیست میگه راست جو نیست نمیکنه قبول یگام بالینسه حوزی قبول نکده جو نیست میگه نداریم خانه بالینسه او چم نمانی گفتم اما خانه ده بالکن ده یگون جو دخته جو که و جورا خانه ده خوابن چی میگه همین گلاوراچ تو چم گفتم نه متسسترو گردوانات گفتم متسسترو نمیلی چنید میکنن دیگر ایلوژ نیست دکتر یوفرام زنه امروز هم کانتینرها فروخته شدگیان نیست در هم استادیوم که امروز اگر در دوشنبه اوج گرفته است از بیمارا یا که در دیگه منطقه نیست همون جایی که بیمارا برن جابجا کنند این اولادی گشنه استانه ما ای مردم خواهش میکنم این اولادی گشنه سیر شوی نداره نمیشه کسی ده میگه که خواستن در کار استعفا گفتن در کار میگه یا دیگهش میایه با ایره با تاوش میخره سیر میکنه که با یا جنگ دیگه میشه با گشنگی میشه خوبش همی در اوجه سیر شدگی چشمش این سیر نمیشه نه چشمش نه یگام جوش سیر نمیشه این اولاد باید اجازت نتیم بچه شیدن باید اجازت نته مردم ها در بدر همیخه گشتگی بیوطن شدگی بچه شید ایال او کشته میپرتو یک گنگی منش من نمیخه میخوام که در هم رسانه ها نمی کسی که میبینه همه چیزا رو میخوام نمیخه خواهش میکنم کسی میفهمه میخوام که همی در هم رسانه ها همیخه بنویسن پرتویان همی یوتیوب دکی صورتاش مونده بنویسن استعفا گفته پرتویان برا و همی حکومت این مثال نکنه دیگه برا و بس مردم به داد آورد مردم بیزار شد ای همی روی خوگ مانند همی مردم بیزار شد برا و دفع شد تشکر مادر عزیز ایشالا که امیدوارم که سلامت باشین ما یک خواهش دیگه میکنم همی چند بارا میدرم همی خجدت میکنم همی خیلی دیر قبول میکنین یا که قبول نمیکنین همی درآمدم تستر قبول کنین تشکر اما شما مادر یک چیز است که جمعی چند ریات پایان دا نشون داده است آدم را ما هم یک تا قبول کردن میگیرم اما دیگرش جایی اومدن میگیره شاید شما دیرتر میدروین تو نوبت اومدن گویم چی میکنید به هر حال کوشش میکنیم زن باشه اگر کوشش میکنیم بچه ها تستر قبول کنیم که مادر را تستر برای چی که خیلی مرم وقتمون بابای میشه شیدگی تشکر استعفا خوگی اولادی رحمانوف استعفا همه باید اینم خیلی بگم تشکر ایشالله که سخنتون رسید ایشالله اینجا دیگر زن مهاجر است سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته انا و علیکم السلام امیدوارم که خوب صحت سلامت باشید من زن هستم از ناحیه دنقره هستم من هم همین شکایت خود رو میرسونم پدرم کسل شد
بسیار وزبین شد. داشت اسکاری پامش ما زنگ زدیم اومدن تا پدرم را بردن. مادرم در خونه از بیماری همین خیلی وزبین، خواهرم همین خیلی، کودکا همین خیلی وزبین قبول نکردن. ما وقتی پدرم 13 روز در بیمارخانه دنغره خواب کرد، علاکه ما 1800 سومون ما را از خود کردیم. ما میبینیم در شبکه‌های اینترنتی بسیار دیدیم که برای کرونا ویروس از دیگر دولت‌های آوردم شد. نه که علاکه ما ندیدیم. وقتی پدرم بیمار شد ما 1800 سومون ما در اونجا از خود کردیم. ما مردم دنغره هستیم برادر، ما آب میخریم. کنی پیشروی پرزیدنت، ما آب 150 سومون میخریم برادر، یک ماشینا 150 سومون میخریم. علاکه ما با او را به یک اکانومی ما استفاده میبریم. کنی میگن که پرزیدنت پیشروی داره. کدام آدم میگه بیا من کامیرا میکنم تمامی نمی پسیولکای نمی دنغره را من میپرتم بینین که مردم چی عذاب در زندگی میکنن، چی عذابای ما دارن در جمع. ما وقتی باران میباره برادر عزیز علاکه ما ای خونه به راه کلان ما راه گشته نمیتونیم. از چی نمیتونیم؟ همه زمین های ما لای هستن، ما نمیتونیم. ما موزه میپوشیم، ما برای کلان میبریم برادر عزیز. کی میگه که پرزیدنت پیشروی داره؟ کنی پیشرویش زمین به پول کرد برای مردم که دنغره کلان شود. علاکه 8 ساتیق زمینش $3,500 برادر عزیز. من 6 سال در مهاجرتم علاکه یک زمین خریده نمیتونم. یک قابچه‌وار در برای خانواده‌ام 250 سومون 280 سومون خرم برادر. در کجا برم شکایت میکنم؟ کی پرزیدنت میگه؟ کی دولت میگه که دولت ما آورده بهشت تاجیکستان ما 1 کیلو گوشت من رمضان پدر مادر من گذرانده مزور ما به گوشت نرسید. من زن مهاجرم، پدر مادر من در خانه رمضان به گوشت گذراندن. کی میگه؟ کی میگه که دولت ما پیشروی؟ کی میگه که پرزیدنت آبادی کرده است؟ کنی پیوست کن همون انسانی را که آبادی شدید است کنی در نتیجه نشان بده که نه. آبادی را در چی میبینن؟ در دوشنبه در 2 اتاج خزوندگیش میبینن علاکه یک خانگاه و $30,000. برای $30,000 ما مجبورم که 10 سال 15 سال در نای مسکو کار کنم. علاکه هم را میروه. فرزندای ما بازن شور میشن، من نمیبینم کلان شوی ورا. کوی را کی است کو از همو طرفدارای گفتی همو گپای مومای رحمون همو انا اوانگارد یک گروه هر روز در سایت نمی من زنی اینای دنغره هستم برادر. پیوست لوگوی چه پیوست که من قطشون گپ زنم. من کو گپ زنم کی میگه کی پیشروی داره؟ کی میگه؟ بله این است همون هایی که طرفداری همو حکومت میکنن همو پرزیدنت میکنن برادر عزیز، همون ها فایده شون همونجا میرسه. فایده برای اونها. میبخشین مادر مرا خالم در دنغره زندگی میکنه. پیش ما خورتر بودیم میرفتیم دنغره هم خیلی بگیم او میخریدن برادر. او میخرن دولان یا میخرن یک رسا میاره 150 سومون برادر. عجیبی بود که سهر قطعی دست رو باید در درون تقاره بشوی باید او را مرغا بخرنده اگر در زمین میشوشتی کو دست رو. بله همه خیلی برادر عزیز همه خیلی او بازی میدروندن. ما خیلی مایده بودیم که او بازی میدروندن. اول ما را در درون تقاره 2 تا تقاره میموندن. در تقاره میدوندن اول تر میکردن بعد میبروردن در تقاره صابون مون میکردن که صابون هم میپرتن دیگه را هیچ خورده نمیشه. ما دولان یا برادر بعد با تقاره دا میدوختن ما. بله دولان یا و 150 سومون میخریم برادر. هر ماهی 130 سومون 130 سومون یک تا ودپروت که در یک سری کوچه هسته. هر یک آدمی که در همون کوچه زندگی میکنه سری هر خونه 130 سومون سومی آو میسپرم به غرضی که ما آو میخرم برادر عزیز. درختای ما قاق شیدگیان. من مادر یک برنامه کردگیم همین روز کک رس در باره همون درختو هسته. یعنی که چی خیلی درختو را پستایان آو بتی. حتما این همی کانال در شما پیشت سکنین. ما همون ویدیو را میپرتم.
چی خیل اما او میتین که پستایا نه او میخرامو داره و برادر پدر ما باغ مانه انشالله نصیب کرده باشه را برادر ما همه نمی کوچه به کوچه دنغره را کمیره میکنم خانه به خانه شا عذاب همه مسلمان ها را کمیره میکنم نمی سپیسه نداره نمی سایتا میپردم که ببینن هم پریزیدنتی که میگن که آوادی برای ما کردگی ما طرفدار پریزیدنت همون انسان هایی که در شرایط خوب زندگی میکنن علاقه به شرایطی را ببینن که همه مسلمانان در کدام شرایط زندگی میکنن. بله من میدونم آخران با رفت بودم دنغره همون کوچه‌ای که هم تریتوریا تو پیش بازار یک تام سنترال راهی که هم گذشتگی است هم عجیب میشه یادم نمیبره بزرگ اومدم گفت که اکا ساموسا بگی خیلی گفتم مالی گفتم ساموسا بچیه که اکا گوشتی گوسفند قطعی دنبای گوسفند قطعی ساموسا گفت ما همه خیلی ماشین ده گوداکا بود گفتم خیلی 20 تا گرفتم آوردم وار که 20 ساموسا گوش نگرفتم ما پیوز بزدیم اومدیم برادر ده برادرم در زندان هستن علاقه شاید که صحبت زندان هم نباشه علاقه میخوام این موضوع را با یک باریکه مقصد زنده کنم. دو تا برادرم در بازار کاروان سودا میکردن و یا تجارت چون بسیار هم تجارت خوب بود کلان بود و یا را همه که آدم های ای نالوگ جقیدن ای طرفی همون کوچکو جقیدن ای و یا ای دیگر مملکت ها بار مقصد چی میکردن میگرفتن به نرخ ارزان اینجا دا میفروختن. همین دو تا برادرم به همین خاطر همین حکمت حرام پدنالن به همین کثافت کثیف دو تا برادرم زندان شد. برادر عزیز برادر من زندان شد چون صوت برادر من را میبرن پدر من نمیبینه سوچه چون مادر من نمیبینه چون برادر من نمیبینه. برای چی؟ برادر من آدم نکشته بود برادر من دزدی نکرده بود یگان جنایتی وزبی نکرده بود که برادر من را صوتش سکرید نشیدگی برادر هر دیدادرای من برادرای من سود چون سکرید نشدگی وقتی ما در تلفن قطعی و یا گپ میزنیم میگم که برادر برای چی تو ما را دعوت نکردی خانواده که سود را ببینن اپا میگه مادر عزیز اوتا میگه سود ما سکرید نشدگی نخوا که شودن تو سود همه آدم ببری در گردن یا چی 10 سال بزنی یا چی 17 سال بزنی در کجا بریم مراجعت کنیم برای چی مادرم امروز با بیماری گرفتار شده است مادرم اکلای وزبین شده در خانه برای 2 تا برادرم همه قانون برادری عزیز فرزندای وای فرزند هستن فرزندای در بهترین شرایط زندگی میکنن در نزدی او هستن مگر فکر نمیکنه که خودش یک پدر یک مادر است مگر فرزندای مردم فرزند نیستن برادری عزیز ما را فرزندامون هر روز مرده هاشون ایجا میبرن زنده هاشون بیمار میبرن ایجا. انسان اگر کافر باشی در یک بیماری یک غریب دلت ها میشه برادر عزیز وقتی عزتمون در همه حالات غلطید من یک زنی هستم که مهاجرم هر چند اون در تلفن دیده باشم در همون تلفن دیدم من همون شخصیتم حتی من برای همون انسان گریه کردم که ما او این روزایی که در برادر عزتمون دیدگی ما این روزا را دیدگیم برادر عزیز من شخصا خودم وقتی که با او عکس و با او کارهایی که باید میکنن من نگاه میکنم دلم او میشه من خودم 5 ساله برادر در مسکو کار میکنم خونه کردن نتونستم یگان کار کردن نیستم علاقه سلامتی من دست دادم برادر سلامتی من دست دادم دیگه هیچ کار کردن نمیتونم کجا رو شکایت کنم کی میگه پریزیدنت کی میگه که دولت کی میگه آبادی کنی همون انسانی که آبادی میگه برو نجا گپ زن من گپ زنم که ما آو میخرم برای پدر مادرم آو میخرم در حال که پدر مادرم آو با استکان میتم برادر عزیز تو در کجا گزیست در کجا زندگی داری. بله این از پیغام مادر که از دنغره راستی دخترای خلای ما هم از دنغره هستن امروز بگیم که در روسیه مردیکاری میکنن یگان جای پنهانی نداره دخترای خلای ما هم دنغره در زندگی میکنن خلام زندگی میکنن تقایم زندگی میکنن همش گودکاش مردیکار هستن در روسیه هستن نیست زندگی راست میگه قشلوقای دوردست
اول بدن او را تکلیف کردن که داخل دنگره بیاین. همون وقت هم به پول گفتن، دروغ گفتن، $1000 فروختن زمینه. اول گفتن به پول، بعدی که زمینو را چین کردن دادن، آدم اومدن و چیرا دایستادن گرفتن، بعدی گرفتنش تا کی را داکومنت کردن در کره $1000 ده. $1000 دادن، خونه کردن، همون او طرف مکتب دست. راه نیست، بطلق بالاتای، اونم طرف بالاتای. داخل اونم بالاتاده خونه کردگی سنگو را مونده که بلوی سنگو قطعا که متفیلم وری ای سنگ بای سنگ ای سنگ بای سنگ پرده اونم بالاتر او طرف شده میره. داخل بالاتاده خونه کردگی نام جوز نمیدونم که شاید ساز شده باشه، کانال پانال کندگی ساز شدگی. همون سولا بالاتر بوده میته، بالاتر زدگی. وزی رفتن. ابی حاضر ما پسیالکه که زندگی میکنیم برادر عزیز، همین گناه است. آوش بفروشای، همه چیزش پول قطعه برادر، همه چیزش پول قطعه، در رهش گذاشته نمیشوه. برادر آبادی همو پریزیدنت در چی میبینن؟ در ساختمان اتاجی که در نمو دوشنبه ساخته است، آبادیش در نمو میبینن. فرزندای مردم سالهای سال میشن که غریبن. چایخانه نوردین در سنتر دنگره ساختگی که چایخانه نوردین او برای همو خودشانه برادر، و برای همو پولدارای، برای آدمای کمبغل جای نیست. وقتی ما پدرمون بیمار شد و بیمارستان زنگ زدیم گفتیم خیلی نجا خوشگه گفت اینجا برای آدمای چی هم، برای آدمای چی هم گفتیم برای آدمای که از طرف حکومت میایم بیمار میشن اینجا عدلی های اینجا ممکن نیست. پوز در همو خونه خواه گفت چنیش در همو خونه بگیره. مناسب شوی اگر چی پرسیدنی هستی ای مادر اگر گفتنی مادر ای دنگره که سیستم ای دنگره تا امروزه مردم اوامه خریده. من فکر کردم که ولی امروزه سوز شدگی است، مردم اونا میخرن که تا امروزه خلون بود. من میرفتم خورد بودم، یاد دارم یه بار من روما در زمین ششته شپلا خوردگی بودم که در درون تغاره بوشکی مرغا میخرن. بعد او برادر اصلا هر یک برنامه ما میدارم درباره آب و در پول آب و سویت و همیا گپ میزنم. یگان جای گپ هم نیست. پدرناز رحمانov ببین که این یگان مخالف نیست زنه، یک زنه که هست که ای دنگره گپ زده است. یک قشلاق ما در دوشنبه زندگی میکنم، پدرناز فکر دوشنبه را نکن توقع. من بیزارم این دوشنبه که این ملت جان بده در این وطن، یا که در غریبی 10 ساله 15 ساله بگرده. پدرلعنت من از دوشنبه هستم، مرا خاک در سر من دوشنبه. پدرلعنت دوشنبه چی در کاره؟ ما دیگر ناحیه ها داریم، دیگر شهرها داریم. بگی اون اوجا را آباد که اگر که آباد کردنی باشی مردم آبته این خیلی خوب شدگیه برادر اصلا. این امامای رحمان این رنگی خوب شدگیه برادر. مناسب شو ببینده ما صدها قشلاق‌هایی که داشتیم چاروا پروری بود. صدها قشلاق چی در دنگره چی در طرفای بگیم غرغره تیمور ملیک و طرفا صدها قشلاق‌ها داشتیم که جایی گویم چاروا پروری داشتن. یعنی همین گوشت مرغ تخم همین چیزا پرابلم نبود. شیر قطعی قیمق شیرای همون قشلاق‌ها و ملکواز قطعی پایان داشت. رایانو دا سیخ بود، سیر میبروردن، کیفیر میکردن، قیمق میکردن. اینا پاکی از دنگره باشه مثال این چیزا را میدونه وجوده. خالای ما توای ما هم کود از زندگی میکنن هم وجوده، یعنی مالدار بودن. همین طری صدها قشلاق‌ها از بین رفت. امروز صدها قشلاق‌ها از بین رفت. یکی از همین رحمانوف اعلان کرد که مثال همون قشلاق‌ها بیاین ای دنگره به پول جامعتن. دیومش چراگاه ها را گرفتن، محکم کردن، خریدن، اولاد بازی کردن. مردم چراگاه مال چرانده نتونست. سیمش تنقیسی که نمی آو پرابلمایی که داشتن باید او پرابلم‌ها اول اوجا حل شود. برای آن که تامین کننده رایان شهر ای قشلاق است. تامین کننده اساسیش ای کلخوز و سوخوز است. باید بیشتر خواهی که شهر سر باشه، بیشتر ولاجیت کنی، بیشتر توجه سیاستمدار طرف کلخوز و سوخوز و قشلاق ها بیشتر باشه. برای که یک خوجگی قشلاق میتونه که مثال 100 تا گاوی جوشو را تربیه کنه، نگاه کنه و شیر بده. در داخل شهر یک خونه در 4 ایتاژ 100 تا گاو یا 1 تا گاو نگاه کنه نمیتونه.
ایرا باید بخورونی، کارتوشکا، پیوز، دیگر چیز. شهر تامیناتش از دیگر جو است. نه که من میدونستگی 100 تا قشلوق از بین رفت. 100 تا قشلوق. رایون سویتسکی پیشتره امروزه تیمور ملیک، رایون تیمور ملیک یک больницаи کلان داشت، медучилищ داشت، автовокзали کلان داشت که پول همون سیستم همین انسان دست داده خون نیاید قاق میشه، باید با اینجا خون بیاید. همین سیستم خون است، باید انسان هم خیلی باید گردش داشته باشه سیستم. همین سیستم را بریدم طرف تیمور ملیک بالا یک 20 تا 30 تا قشلوق پول نیروز پارتوفتن خونه‌شون، مول پولشون فروختن، اومدن دوشنبه اومدن قرغان اومدن، بسیارتر قرغان رفتن، پارتوفتن رفتن. واسه رایون تیمور ملیک پیش یک رایونی بود که مدرامادی بگیم که بسیار یک شهرچه خوب بود. واسه میره شاید که اگه قشلوق افغانستان از رایون تیمور ملیک ده زیباتر باشه. همین ریختگی هیچ چی نمونده است. درخت‌ها کو قاق همیتا با قاقم بریدن اجازه نیست. همیتا موندگی باور که من دیدم دیلم سوخت. ما رفتم خونه تقویم رفتم دیلم سوخت. ما گفتم خاک بر سر نمیتوری تقویو. همشان должность کلان کار کردگی. چی должность کار کردی گفتم. چی کار کردگی ته؟ این چی هستی اصلا؟ چی توجه نمیتی؟ چرا اینجا عبود نمیکنی؟ تربود نمیکنی؟ فرما بود از بین رفت. همه از بین رفت. حاضر همه نمو زمینا خوجگی دهقانی چراگاهی اولادای رحمانوف همه رئیسای فرازای نمیدونم نیازای پیازای همه ای کروچ نیست چراگاه نیست. فرمای کتا کتا بود. زوادای سیرنی زواد کیفیرنی زواد سیخو بود ده کیفیر سیر قایماق میک همه ای بین رفت نیست. اوتیلیزاسیا شد فرو جا شونده که مردم خونه کرده است یا که یک کامرس کرده است مغازینچه در درش 4 تا قنفی چوپا چوپیس 4 ژواچکا 4 تا وافلی مونده است 6 تا در همونجا کلن نیست فروشه 6 تا مردم نیست. امروز پگان همون رایون تیمور ملیک شاید تمام مردم زندگی نکنه میورتوی گورو شود. واسه ما که میورتوی قشلوقا داریم یکی امروز میورتوی رایونا پیدا شده در ما مرده استن. مثلا تبشر نه طرف بالا کالوش میبروارد کالوش وقت شده کالوش ولاسفید رزین شلنگ میبروارد کابل میبروارد و غیره چیزا میبروارد. تبشر یک شهرک بود اوران استیصال میکرد ولایت سوغدا نیست. توز تبشر میورتوی گورو در نخ دوما موندگی است بریم یگان که سیونکا کنه نیست هیچ کنیست. یک شهرچه کلان میورتوی است. همه پرتاف برفت برای ایستاشنیگ همون زواد رفت از بین نیست دیگه. امروز همه امرو دنگره میورتوی دنگره را آباد کردنی است نتونسته استایده همون دنگره میورتوی است و ای وقتش میورتوی زونه بود دنگره. همه قد کوشش میکردن آباد کنن همه قد کوشش میکردن تلاش میکردن نمیشید برای که اونجا باز کار کردن در کار بود. یعنی دیگه سیستم قطعی. امروز امام علی خلق آورده دنگره را شهری دنگره کرد. اونجا قشلوق بود اول قشلوق بعد بر رایون شد بازی شهر کردگی است کجا اول بعد رایون نام دادن. اما رایون دا اون نامش نمیزبید برای که مایده بود یعنی که توغری نمیگرفت رایون دا. به هر حال که همون استوشی که همون راهی چی بدن دا که گفتن توغریه نه که امروز آورد خلق آورده است اهالیش زیاد کرده شهر کردنی است اونجا. دنگره زونش بیچاره یک زون ایده هست که یه پوستینی هست اونجا یه پوستینی هست اونجا خاطری که اونمو خیلی نمیدونم برای چی در اونجا مردم آباد کرده شده اونجا پوستینی هست اونجا همه را باید یگان سیستم های نو یا پریدومت کنی برای زندگی انسانو نیست هیچی نیست نه زواد است نه فابریکه است نه یک چیزی است که یک مردم در اونجا زندگی کنه. اونم گاو گوسپانوانی است اگه اونجا را نامی که شهر گرفت دیگه در دن شهر دنگره مثال با انسامبل گوسفندو نمیشه واقعی تر کنیمش که مثال مردم در شهر گاو گوسفند نگاه کنه. خلاص یگان سوخوزای کلخوزای نام بتن. بله برادر عزیز ما قشلاقی که برادر عزیز ما قشلاقی که ما زندگی میکنیم در اونجا مکتب نیسته الکی مکتب برای فرزندای ما نیسته. مثال ما فرزندای ما وقتی مکتب رخی میشن ساعت 6 میخیزن
6 7 2 ساعت و پیشکن بعد دیگه پسیالکه را میرن در اوجا میخونن پیشکن میرن زمستان در نمی برفای در نمی میانت برفای برادر فرزندای ما پیشکن به همونجا را خوندنی میرون اینا امام علی میگن آباد خد میگه امام علی آباد خد میگه کوی آبادی باغ نمیبینی میگه این آبادی را نمیبینی میگه نخواد امام علی که در دنگره مکتب نباشه غمخور ملت غمخور ملت میگه کی میگه که غمخور ملت های کی میگه نه اینا همسایه ما برادر عزیز همسایه ما در امنیت کار میکرد من نقل میکنم اینا همش یک تک نقل میکنم در امنیت کار میکرد علاقه وقتی که اون میگه که ما آدمو را دستگیر میکردیم برادر میگن در همی چیا در کارخانه های همی چی در عدلا دما را میدروردیم آدمای قپیدگی مون می آوردیم پسته میکردیم برادر آدم که در امنیت کار کردگی با زبانش نقل میکنه آبی چشم روش میریزه که ما همیشه گناه کردگیم در حق برادرای بیگناه که ما را پسته کردگیم با فرمانی چی با فرمانی که ای بالا مورد دادگیم که نمیشه آدم باید پسته جا ما آدم را پسته نکردیم می آوردیم در امنیت پدول دارن میگه اسپیسال نه پدول برادر که در پدول کفل چیندگی میگه برادر میگه در بر کفل خون چاشیدگی در اوجا میگه در سر همون مسلمانایی که بیگناه هستن میگه لطای سیاه را میکشن اینجا میبندن بعد یک نمود میگه میزنن که باور که میگه کیا میگه در اوجا کار میکنه در اوجا آدمایی که مادر تربیه کردگی و کار کرده نمیتونن آدمایی که به مادر مقصد تربیه یافتگی هم برادر عزیز گویا که یک وحشی هم به رحمت اسپیسال نمی آدم ها را در پدول کار میمونن آدمایی که پسته وید میشن برادر عزیز در پدول میمونیم گفته گردن ها را اینجا میبندیم بلکه سیاه بعد میزنیم یک نمون میگه میزنیمش که مرده نمو آدم هم نکشته همون انسان با کلام میگیره که اندی ما حذابی همجا خلاص شم او میمبره میگه آدم کمنت میگه میمبره اپا میگه میبرن ایلوبا جافرش میتن میگه خودش پرید مرد دیلش جقید مرد و اسپیسال نمیبرن در بلینسا میگن که دیلش کفید اپا میگه او را دیلش نکفیده هیچ نکفیده نمو زدن برابر مردگی میگه نمیخه مرده ها را ما بردگی در بلینسا پستاید کدگی که چون مردگی خچه پرتگی بچه وقتی زیالین می نویسه همه چیز دیل شوبه میکنن دیل میگه زیالین می نویسم میگم بس میکنم کارا وقتی که سکریتی حکومت در دیل من هسته میگن مرا اگراژت کردن که مطرح لوبای توچکای زمین تاجیکستان میوه میکشه میاریم بچه آمده است مدت 3 سال میشه در مسکو تاجیکستان رفتن نمیتونه ای چی را ای تحقیر پریزیدنت ای تحقیر حکومت که ای آدم باید یک روز میآید اینجا سری حکومت میبره برادر عزیز نه سیرا است در نه حرامی های لعنتی های پدنالتو یا یک کثیفن یا خدا زدن یا یک لعنتی یا خدا نمیترسن مادر من در این حادثه را یک تشه شاهدش بودم همین حالت که شما گفتین یک پیونسکر آوردن بگیم مست در کوچه ها غلطیدگی خواب بوده است چیکار بوده است آوردنش زدن سلفی فرمی چی کردن داکومنتاش ده یک تشگاش گفت که آدمی 20 میلیون را نمیدونه تو چی خیلی را سلفی زده ای گفت که در بین سلفی می پارتیمش یاد میگیره 20 میلیون پیونسکا بدو هیچ چی را نمیدونه آوردنش شاو پیون افرمی چی کردن یک تشگاش گفت که یه بچه 20 میلیون را نمیدونه گفت چی خیلی بیا اون چیز دیگه بزن شوخی گفت ما در رزولتات در کره بله برادر عزیز ترما پر شدن برادر عزیز ترما پر از برادرای ما شدن که برادرای ما بیگناهن همه مسلمانای ما در زندان بیگناه زندان شدستن برادر عزیز او فرزند یک مادرن خب مادر اصلا امروزه موضوع ما شما را خیلی گوش کردیم برای که هر یک انسان ما باید درد گوش کنیم امروزه موضوع ما سری بود که جیانوی پرزیدنت بعد از مردن مومای قربانبی خطا نکنم خواهر پرزیدنت قربانبی رحمان
فرزندای او رفته سردخترو را و بگیم که وزارت طب یعنی که زده معیب کردیان که چرا مادر ما مرد شما پسند نکردید. چی فکر داره؟ در دنگره باشین چی فکر دارم؟ هر روز فرزندای مردم میبره، فرزندای مردم حتی چشمت نمیبینه، نظرت نمیگیره. وقتی که امروز یک تا پیوندی خودت از دنیا گذشته است، امروز سردخترها چی گناه دارن؟ گناه سری و چیست؟ چی سری و چی است؟ چی؟ هر کاری که و اگر بیمار شون برای و به پول ای وای بر حال کم بغل برادری عزیز که اگر تا پول نتید در بالین سرش نمیتین برای و به پول اویستی دکترها می جنبن برای کم بغل نه زدیان یعنی که زدیان جیانوی پرزیدنت باز یا بوشی دیگه که دکتر وزیر یا را زدگی هستن یعنی که همش بیدار شون نگاه کنن که حکومت چیست دولت چی است. بهشت روی زمین میگن کنی بهشت روی زمین که در بهشت روی زمین زندگی میکنه. اگر وای بهشت روی زمین باشه این شهر بچه های ما هیچ وقت درجه 3-4 سال 5 سال از زن فرزنداشون از پدر مادرشون دور نمیگردن. برادری عزیز وای بر حالش. نمی من یه زنی غریب هستم از نوعی همون هستم. نمی وقتی مادری من هر گاهی که من زنگ میزنم گریه میکنه همین دعای نه مظلومو همه را بگیره پروردگار خورش کنه خداوند هم خیس با عذاب جونش را بگیره با یک مشقت. آمین. تشکر مادر عزیز برای فکر نظر. سلامت باشین برادر عزیز. اگر گونگم خطا گفته باشم عذر بسیار از شاید که از احساساتی باشه. البته شما میتونین اکمال استانه اکمال یا که فیسبوک ما است داخل شوین و بعد از او هر نواری که از دنگره از حالت مکتب از دیگر چیز از شرایطی که حاضرایی که دوران مردم برادر من همیشه به شما پیشنهاد میکنم همه ویدیوها را شما پارتوین در مسنجی ما مسنجری ما در پارتوین خب مالی همیشه برادر من رای میکنم در کوچه ها شرایط میکنم آوا شرایط میکنم که مردم عذاب میکشه مشقت داره نمو کثیف رزیل ببینه که نمی مردم ما در نمی عذاب زندگی میکنه نمی زنها دم که عذاب دارن پاشون کفیدگی. تشکر مادر عزیز. خب سلامت باشین برادر عزیز. خب بود مادر از خودی همون منطقه بگیم از زادگاهی بانام پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بود. البته که تو این روزا همون عذاب همون چیزها دوام داشته است. خب برادر امین جان بفرمایید. سلام علیکم بوریگر. مسئله همین تیمور ملک در سخن کردی مسئله او چیزا شده راستی گپ انا موضوع دیگه نوحیه تیمور ملک بسیار قشلاق‌ها داره قشقیق رولی اگر فهمیده باشه قبله‌ای همینجا نه او داره نه چیز مثال خود چیزا را مطمئن میدونم. یا مکتب داره خشقیش ای خود رولیشان بعضیش میان ای لوی دنیا با او لوی مقصد چیز قشلاق‌ها مکتب میرون اونگوی تیویشان هم که میدونم این اکتبریه در مکتب یک تست در طرف و قشلاق‌های بالا و پایان اکتبریه و طرف هم یک مکتب میوین یک غور در راه قطی میان گودکش میدونم. درست خشقیه در پیش چیز جماعت مکتب همش یک جای ایگی لعوی سرشویش به اونجا را میروه و یکنش مردم در حین بارونی او جمع میکنن به خاطر او نبودن در قبرها هم او استفاده میره چی سرتیز چی دیگه جوش و زمین های چاربوداریش بگیم فقط همین کارمندای دولت چی نکگیبه چی وزارت کارهای داخلی و وزاده و تخمینه و دیگه چیزا گرفتن مقصد خودشون استفاده بودیستن. بعد مردم مادر مای سویتسکی است بگیم که هم سنترش جیگرش موجود اما سنتر جیگرش هازی کو باور که همین یا چول رنگ چول شد. آخرام با رفتم دیدم گفتم که نشناختم رفتم دیدم پیش بزرگ بود автовокзал بود بالا در بالنیسا بود ایس طرف دایره موجود در چلیک دنگل بازی میکردم لانکا بازی میکردم میگشتم جودا باز یکه با در همون پیش بالنیسا پایینتر ایس امنیت میشه سود کمی بالاتر پرچم که اگه نشون کرد اگه یکی میاد پرزیدنت چیز هم میرفته تک تیاری دیدم. همین چند سال پیش بودم همون دیدم همون خیلی چول شده اگه
هیچ نداره داخل جزیر بودش برآمدگی ایکو لاتاکو هم تا غلطیدگی پرشیدگی درونش من خیلی بگم تو همو رها تو همو کانگر تایکو تو همو کارمندوی دولت خسروی که رستم تو همونجا را سوال کردگی دیگه وسنش گفت دیگه پو انسان نیست اونجا کردگی نیست همین دنگره تو همو نشه بی که بالا میبرو طرف سویس که میره اول شبلاغ میگن هم خیلی فکر کنم همونجا را کردگی تمام میدونم برادر همین به حکمت گفتنیم خیلی همین حال یک کشتیه و غرولی یعنی ازبک زبان هم باشه هم برادری مسلمان هم مثال فرزندای همون ملت در همونجا تولد شدگان در همونجا چی کردگان همون انسان ای حالشون با خبر شه بسیار خوب ایده ما از همه جای تاجیکستان ای حالش با خبر هستم همه وقت کوشش میکنم که از همین دورترین جای تاجیکستان یک خبر بگیرم انا بگیم که حال احوالشون فهمم ما فقط کار من سر تیز قبلی همه جا نه سوید یگم چی نداره میدونم هم قشلوق من زندگی میکنم جایرالی میگم فقط همین سیزون تابستون آب داره مثلا هم پول میپرتن یک نساسی چیزای عمومیه تموم میدونم برادر او طرف یکاتوت بود چی بدم او از بین رفتن طرف همه چیزا رو با خود عکس میکردن این طرف نه طرفای چی بین غرغره و دنگره پوشیون طرف قنصیر ایتی قشلوقویسن یا قریب بین رفتستن نیست اما یک 4 تا مسافر مونده است 4 مسافر 5 مسافر کمپیر مونده است ملادیوش کوشش کردگی هستن یگان طرفی آبودتر در خانه کنن یا کیچکی کنن میره هم کوچه دکو دسته تا مسافر چشتگی هم جدا دوران که هم میمرن هم دنیا میرن تمام دیگه و هیچی را جدا ندارن نه سویت جدا دارن نه آو جدا دارن ای 5-10 کیلومتر 7 کیلومتر خرقت یا و میگیرن میورن بیچاره میگیرن میورن همین مسفید کمپیر نمیش داد دوران که میمرن و ابسولوت نمیپرسی که سویت یگون آبادی میگه خر عربا کاگیان پشت عربا کاگیان پشت 20 لیتر را میزنن او میورن همین زندگی پیشرفته عصر 21 بچه اما مسافر مونش داد برادر که همین تستر همین خدو جون شب بگیره بروا دیگه بس نمیخواد دیگه آبادی بگو که بابا یگون آبادی کنیم یگون چی ما نه میگه آبادی شیه بس میگم تو مردن ما غم نته میگه تستر من برم ما هم جوده همش در خیش تبار دارم ده میگم دختر خالم شو که اگه بچه خالم زن گرفته اگه همین نزدیکا دارم هم جایرالی و خوشقیه و این طرف بگیم لواک دنگره غرغره پوشین همش میگردم هم تاجیکستان بدگیم ده هر وقت همه جوش فر میگشتم و امروز هم کوشش میکنم از با برادر بگیم که با همین خودی رو گفتگیم هم پیام آخر که همین پرزیدنت آگوست راهکی با هم سویسکی را حالی همون ازبک زبانو مثال مسئله اوشون در تاجیکستان اولین مشکلی سر یعنی است که در حکومت پارلمان دیو که یگان جوده مثال گیریم اولاد ما کار میکنن فقط با یک چی کار میکنن در پاسپورتشون تاجیک گذروندگی اگر تو در پاسپورت ازبک گذروندگی باشی یعنی در دیگر مقامات کار نمیکنی یعنی رمضان رحیمزاده سیمومین یتیم اینا هر دش مثال گیریم اهل اولاد چما میشناسم لقای اهل اولادش اینا لقای تبارن ما اینا باباش هم میشناسم هر دشه ولی کو خچونس بیسته اگه من در افیر و قدر گپ نمیزنم ماماش هم میشناسم باباش هم میشناسم تقویاش هم میشناسم همش در قشلاقی ما زندگی میکنه یاتش جیانش چیشه نبرش قتیمه خوندگی هم صنف ما همش هم میشناسم یا تو زلقایان لقای تباران یعنی که من یگون بدبینی یگون چی ندارم که یا لقایان اما متاسفانه اینا که در این وظیفه اومدن پاسپورتشون داخل چون تاجیک کردن اومدن اگر تو تاجیک ننوشتگی باشی تو در اونجا کار نمیگیرن ما این رمضان رحیمزاده را ما گفتیم که واقعا در باش میشناسم کیا درست در همین رولدی میگن هم تیراتورو دیرکتوری هم جوش فقط ازبک بود پیش اوز ازبکو را چی کردن تاجیکو رفتگیان بله اوزی نیست دیگر اول بگیم که همون منطقه دا که هم اهالی زیاد بود خیلی میخوندن فرق نداشت کیت میموندن اوز امروز متاسفانه همین چیز دیگه است که
در پارلمان هم چند بار ایواز کادرها میشوه فقط ملتش تاجیک بوده ملتش تاجیک نه که تاجیک نیستم خیلی نوشتگی است اما همه اسارتمنت بدن پارلمان نشون میدن که یعنی که ما یک دولت دموکراتی هستیم دوام میکنه اما خیلی چیکار کرده است ملتش ازبک است یا لقای است خلق است قطغن است مثال فرزندی هم سرزمین است که که راز نیست او را ملت انسان تولد کردگی بله اما همین تمام ایواز کادرها را من ویدیوش گرفته موندگی هستم و میمونی که ملت واقع قنگروتویچ اکرد فامیلیا نو ملتش تاجیک بوده میگه من همون دام صورت نگاه کردم ما گفتم خیلی که قنگروت نمیشناسم نه که رمضان رحمزاده را صمیم یتیم بابوش هم میشناسم ماماش هم میشناسم عمش هم میشناسم تقایوش خالش هم میشناسم کی هستن از طرف پدریم از طرف مادریشم هفت پشتش تازه نمی هر دش لقایم یگان گرم تاجیک نیست یگان گرم تاجیک نیست یکی خیلی امروز بگم که ما دعوا دوران که میگم اون تاجیکیم برای ما را تاجیک است تاجیک نیست لقای است خلق است قطغن است فرق نداره برای ما موی فرزند یعنی تاجیکستان باشه و خدمت به ملت کنه اما اینا این کارایی که کرده استودن متاسفانه فکر نمیکنن که فردا بعد از این بازم بینی بگم که ازبک و تاجیک لقای تاجیک بدبینی پیدا میشوه که مثال اینای لقای اومدگی با درجه به نام تاجیک داخل شده اینقدر تاجیکا را کشت گفته ناتسیزم بدبینی کانفلیکت بسیار میشوه این رمضان رحمزاده صمیم یتیف ملت خچکو پدودار مونده است نمی ملت حاضر در تاجیکستان ما رفتم هم لقای بچه‌ها هم صنفم بودن چند تاش همش پاسپورتاش تا خچ تاجیک گذرونده است میگم چی با میگه که خیلی لقای میگه که جدا میرم همین تاجیک باشی یگانجا کار میکنی میگه در پاسپورت تاجیک لقای با کجا با کار میروم میگه با کجا خودش میگه با کجا کار میروم میگه میره هیچ جدا کار نمیگیره میگه خیلی تاجیک باشه میگه یگانجا جدا کار میگیره البته رنگ امام علی بوره البته با شماشون قبول میکنن که پدرشون اوریایی باشه بله این همش با در خونه‌شون هم یا ریتم اینا قبول کردن خونه‌شون ده همش تاجیکی گپ میزنن خونه همین همسینفم هم رفتم همه اخیران رفتگیم بسیار فرگشتم همسینف ما قطعی ما یک جدا مثال ششتگی هم لقایی گپ میزدن اوتاش اوچش خیلی گذشته میگم چیوش اما از فرزنداش قطعی خودش کودکاش لقای تاجیکی گپ میزنه ما گفتم ای بچه خیلی که تاجیکستان که مادری ما است اما نه که پریت هم تو زبان تام است و باید اعتراف ملت زبان خطن داشته باشی نباید خیلی کنی ما قطعی خودش گپ میزنم گودکاش نمیفهمه لقای را قطعی خودش گپ میزنم گودکاش میگه که اوتای چی میگه اوجه دتاوا واردگی است که یعنی که بعد همین خیلی برای شاید که بعد یا 20 سال 30 سال بعد یعنی که اون من همین ملت خودشون نابود میکنن بعد از خودشون خلاص نیست اما ما کوشش میکنیم که تمام وقت قطعی گودکام هم قطعی اویلم هم قطعی مادرم هم اکم هم بچه‌اش قطعی جیانم قطعی لبایش قطعی هم قلقی خدمت گپ میزنم برای که ما قلقم زبان این زبانی ما گردستیم است وطن این گفتی هم گپو دیگه مادریم است این دولتیم است ما در اینجا حق دارم زندگی کردنده کار کردنده یعنی که دولتیم است حمایت کردن اینا ما حق دارم و ما هر دیمی را با برابر میدونم این زبانی ما است هیچ کاری را حلش کردن نمیتونه ما میمبرم در دنیا تولد شدم قلق و میمبرم قلق اگر پاسپورت من نمیسام کنم که ما قلق میمبرم ای دنیا تمام این را هیچ کاری واس کردن نمیتونه من حتی که در پاسپورت نیستال تاجیکستان رفتم تو قلق بنویس در پاسپورت ما گفت که ما نمینویسیم ما را پاسپورت نیستال предлагат کردست که بیا ملت تاجیک کنیم چیکار میکنی ازبک نوشتگی در ملت گفتم نمی چیزی نوشتگی باشه بگی قلق که اگر ازمینیت کردنی باشه گفت کی نمیکنه بیا تاجیک کنه ما گفتم نه همون چه خیلی هست همون خیلی بسته ولی در پاسپورت ما ازبک نوشتگی بارول هر شام همش هم ملت نه کی پروستا خیلی ایجاد هست یک چیز ولی بعد انقلاب نشونشون میتیم مودا هیچ خیلی کردن نکنه بعد همین یک چیز دیگه باید پریزنوات کرد همه ملت او را چوست باشه رسیدن در کار نیست خیلی دین چوست باشه نمیرسی که ریلیگیوزنی چوست و میگن که هم خیلی باید لقای هم قلق هم قطغن هم ارگوتی هم همه همیو باید خیلی چون ناتسانال نیست چوست باید داشته باشه
او را نباید یک انسان پایمال کنه، او را تحقیر کنه، پای بزنه. برای همو درست برادر یک چیز دیگه امی مسئله که حوزی ماه سنتیابر همین گپ که بعد استقلالیت ستریک با بچهش میتونم وظیفه را امیر یگون برنامه هسته که پیش هم چیز یگون من ایرا سال 2014 15 بود 16 بود 2016 هم سال من گفتم که استوریای یلسین و پوتین میشوه. این حضورش در رستم اول یک کم ترک مثل اول پوتین هم در کگب بود، بعد اوجا کورمون خیلی یا پدر پیسر نبودن، اما گفتم فورا نفورا امام علی زنده بودنش در رستم دمیت وظیفه را به انتخابات میته. رستم اول در سر قدرت آمدن با انتخابات نمیوید، رنگ پوتین بوری، بعد انتخابات میشوه در کنسا سروکی و تشده، ولی 7 سال است، یعنی که نو یک سال دیم سالش است، باید 5 سال دیگه بشینه. متیا این یگان جای چی نداره امام علی؟ گفتنیم که یگان برنامه‌ای هسته که برای انقلاب، برای همین چیزا که مردم بیدار شوه. بعد یگان پیام دیگه بعد به همین ازبک زبانایی که مثال شما چی در کجای تاجیکستان باشین، شما انسان هم شما حق مقصد زندگی انسانیت شما داره، شما خاموش نباشین، تون از تاجیک جلو نکنین. من تو همین مبارزه اومدن ما در تاجیکستان اکه همین را گپ زنم مرده گوریده گپ شد آخر که مردم بیدار شد. ما تو همین مبارزه قدم موندن ما مرده گوری ما در تاجیکستان خدمت چه کوارتیرانت احساس میکنم. من هم گفتم که جا وطنی ما فقط همین رفتم پاسپورت دلیش میکردم اونجا خیبر. ما یگان بار از یگان جای ساختاری که در آمدگی هستم خیلی بگیم که همچون یک انسان قبول کردگی نیستن. وقتی که همون لوبای جوده نکی من به خلاصه اومدم که خدم بعد از این مبارزه داخل شدن عیناً خدمت با این مقصد من در مبارزه داخل شدگیم که من یا که دیگر ملت باید ستاتوس انسانی خیچه داشته باشه. من در مبارزه این پرینسیپ قطعی اومدگیم. من نه رای رحمانوف زلال دیدگیم، ما دیگرش زلال دیدگیم. یگان خیلی بگیم ما پروستا ستاتوس انسانی نداشتنم ما درد میکرد. در همین تاجیکستان ستاتوس انسانی نداشتم. لبای جدا همی میگشتی که یعنی که نیکتوی، یعنی تو آدم نیستی. مرا این همی چیز مبارزه آوردگی، این ما اشکر نمیگه پا گفتم. ما یگان گرم ما تو همین روزا ما گفته بودم تو انقلاب میشوه بعد در کنسا ما این چیزو در توچکه میمونم این چیزو در نکی نمیوزید برای که خودت همون گفتی همون گپا جای مادر بده طرف مادر ما بده. این همی با افیر در گفته استم که ما در مبارزه اومدگیم ستاتوس انسانی را در تاجیکستان برای برقرار کردن. ما برای نمی قومدگی مبارزه داریم. هر یک تاجیکستانی ستاتوس انسانی باید داشته باشه. نباید پایمال، نباید تحقیر، نباید برای در آچرت تو ازبکی پسلدنی بستی، تو فلانی تو باید بیایی، تو ازبکی 200 سم پورا بتی، خیلی تاجیکه 50 سم پورا بته یا که 100 سم پورا بته. یعنی این همی چیزا ما بین بردنی همه باید برابر پورا بته 200 سمی. برای همون ما این هم مقصد است. نه هم دیلی ما نه تنها یک رحمانوف ده باید مثل همون دیگر کشورها بوری هم خیلیش میکنم که برای ناتسیزم که اوبیست باید براوه ترما بشینه. کدامی که ناتسیستی میکنه کدامی ناتسیست است که یک انسان کشتگی بوری برای که یک انسان پسیخیچسکی میکشی. ما پسیخیچسکی در تاجیکستان مرده گشتگیم. پسیخیچسکی ما بسیار چیزا را دیدگیم، ما بسیار حالات را زدگیم. ما پروستا او را در اینجا در افیر من نمیگم شما دا که چه خیلی تحقیر ها شدگی است. ما تحقیر در خودم نه، ما وقتی که تحقیر در اوتا و چم دیدگی هستم که شنویدگی هستم ای یک ازبکای تری ما این تحقیر را که ما توضیح را که ما خواه کنم یا خیلی در خواه میبینم. همین گفتن در کار باشه که ما همش اشکار میگم نه که پروستا مردم نیپراویل نفهم. پروستا این خیلی چیزو بود.
وقتی که اینا خیلی اوقات همه تنش با میگن که بچه اینایش بدایوه میگه مون یا ازبک خوردن میگیره مادر ما دیگه در آدرسش گفتگین ما را خودم شنیدگی است پروست اینای چیزو دکو ما اینقدر طاقت کردن نمیتونم ما میگم که باید اینمی برقرار شوه انسانی نباید خیلی بالانس داشته باشه این گپای خود پیش گفته این گپای خود واقعا 100% داره وقتی ما مکتب میونا میخوندیم بابای ما مثال چیزی ما داریم اوسیاب داشت در قشلاقای ازبک نیما رولدی قشقی هم اومد همین خیلی که تفکر مردم چی کردن میگفتن ازبک‌ها دشمنن ما ازبک‌ها رو میرفتیم تای اون تو دکو مقصد دمی غمشون میدودیم میگفتن ازبک‌ها دشمنن بله خیلی از قرغز مثال با تاجیک دشمن کردگیان رحمان برای بیزنس خودش پیش همین ازبکان مقصد همین خیلی کیستن بله اینه برادر دیگه هم اومده است سلام علیکم عبدالله اوز رفتیست اکاو خلاصی گپ که گفتانیم که چی با خوشخیا و بغرولدی مثال فرزندای ملت درسیان همش مهاجره دان همش مهاجره دان خب میشناسن میدونن مثال کدام میشه مثال مرا مثال ما جایرالی هم مثال به شما همشون برادروار گفتیسم که شما انسان هستین شما حق شهروندی انسانی خودتون و خیزین حمایت کنین گپ بزنین جدو نکنین که ما ازبکیم ما نکتویم امروزه هم باور کن همین مبارزه در اکثرش میگریزن نمیوین انا برای که امونو سوایو تریل کده خود چیز نمیکنه در تریل که خودش بدنشه ما بسیار گپ میزنه ما بچه ها قطعی بسیار الهیدگی میبرم صحبت میکنم بچه های قلق بچه ها قطعی که دمید یا بربرش در همه اخران پرزیدنت کار کردگی است هم پالوانو گپ میزنم دوداراشون قطعی دیگراش قطعی گپ میزنم ای بچه باید ما انقلاب کنیم این سیستم ها نمیشه بیا تکلیفش میکنم کو میگو خیلی براتن کو میگه اونم جمعو چجوییم یعنی اوجه این چیز در مغزی سری او شیشتگی است در مکتب جدو کردن در توی جدو کردن در مرکه جدو کردن در دیگر جو جدو کردن امروز در نمیویه انقلاب نمیویه اگرنی جلانی دوره نیکی نمیویه ما چند تاش قطعی گپ میزنم هر یک بچه که نسمم دل دستاینی بچه میگم بیو باید یک جویشه میگه که براتن ما جا بگونه ایم خداشون بگونه حس میکنن دور میکشن برای هم ما کوچ شیدگی هستیم من مسکو دا ما رفتم یا جو دا قلقو الوهیده یا جو دا لقیو الوهیدن یا جو دا توجیکو الوهیده با خود اوشکو مایلی با قشلاقو الوهیدن با رایونو الوهیدن یعنی که یک جو یک مشت شیده نمیتونن پرابلم دستری هست که یک مشت شیده نمیتونه سر ایش در یک ده کس میوین زوری میکنه رکتی میکنه در سری اتش ایش هم میگوی بخبره این میگه ای جنای ما دست پیش مودد مون نمو را بزنم یعنی این خیلی کشوکشی و زیوتا خب این جنای برادر دیگه هم اومده است چهره قطعی است برای چهره است چهره را قبول میکنیم اینشون که چهره قطعی اومده خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام ایشالله کشوکشی سلام و رحمت الله و برکاته اخو خوب هستید اینجا هستید سلامتیاتون خوبه چوکت با ماسکو شبکه پشیدیوزی که یگو مسکن کم تر گریپ میجه بچکو بسیارن برای گریپ بدنم اولش پروردگار همه سخن انقلاب میفهمم دلم آب میشه که همین انقلاب میشیده باشه که مایم خیزم بسوی همین انقلاب مونده شیده مایم حیات برادر عزیز برای انقلاب هم مسکک تبگی که رحمان صفحه ببینه گفتی که پو ترش نویش بخدش اکا ما اوی بینیم ریخته سای ما برای وای نموندم که ما وای ترسم یگانه جای ترسی ما الله های ما برای که یگانه جای ترسم الله های میدونم که امروزم نمبرم پگاه میبرم ما جای ترسی ما الله های اگر ما وای دجال میترسیدم ما گاب نمیزدم یکم برای که خداوند
خداوند وقت روز و ساعت ما رو معین کنه از دست کسی باشه همون دست ما میمریم. فقط همین یک جای شیدن ما و که ما انقلاب کردن مون دیگه یگان چی نیست. ایشالله نمی کمی دیگهش باز همین رحمانوف یا بر رستم و پریدوات کنه ایشالله مردم با دیگر شورش میگیره. یا خطاب به همین گنرالو کنم، همین گنرال و وزیرو گنرالای و وزیرای بیناموسو جنایتکارو اینا جای ننگ و ناموس آمده خیزه گیره همین کار جهناشای و بچه هاشای گیره محکم کنه شاید به همین مقصد مردم شما یا میبخشه احمق گناهاتونو جای خالی میکنه زندگی تونو هنج میبره گیره کار حل کنه من مردم عقیقی شما تیار های. بله مسئله را ما نور التماس نکه برادر عبدالله التماس میکنن همشه یجو یک عدد قطار همیوش ما میکنم انشالله آنی گپو را التماس نکنه و نقش پای ققش پای یا تا دیگه بده حیوان دیگه اونا کدنی چی بلوش اونا چیز نه سرش دادن با یو دوخانه دورن و سود کنن و را انشالله مردم انقلاب میکنن انشالله مردم انقلاب میکنه برای انقلاب وقت در کنه اگر گنرال ها پس شوند موجود بید همین روزای نزدیک در انقلاب میشه. بله یکم شهر نار گنرال باشه برای یکم وزیر همه ما شما خدمون بیا گنرال هیچ کنیم برادر بیا ما ما شکر خدا گنرال ما گنرال های شجاعتری گنرال ها آمده با قطار یا مهاجر سخن کاره نمیتونن فروت فهمی ما من همینجا یکم گنرال گاو زده نمیتونن. اکا عبدالله برادر اوزی ما اگر شروع بروا بانو می الله باید شما 3 کرات 4 کرات غضبناک شین که ما و شما را ویا پیسان نمیکنن رنگ یک انسان نمیدونن. نه برادر خیلی فکر نکنید رنگ ما سخن کده نمیتونن در سخن هم خیلی باید که در شیطانی در درویگی در سختکاری در پدنالتی همین خیلی باید که ویا ما و شما را انسان نمیدونن. این همی کک تکو اونا و پسلوی چه و رسوی که سبک الله کاروان ایجود می تاکید لینی خستالی فهمیده سی برادر همین این طایفه آدم ها که آدم های همین ترسانچه که ریخن ویو باور که این کارای ویو میکرده که پسلت نی آدمی ترسانچه میکنه که همین کار کتیما مردم ترس برادر بله واقعا ترسانچه هستن ما میدونم مثال ورا چند تاشه بیا سری مسئله آخران از شما پرسم برای که چهره آشکارین جیانوی رحمانوف بعد مردن خواهر رحمانوف یعنی مادرشون رفته وزیر و وزیر تندرستی سر دختری همون بالیسا همون را لات کوب کدگی هستن هم قدر زدگی هستن که خر در داخل پخته و تاری نمیزنن یک جای در خانهشون نمیخیلی گفتی همون خواه وزیر تندرستی سر دختری همون بالیسا و موینش و غیر آشه کرش هم زدیان رفته همون را چی فکر دارین؟ چی گنرال چی وزیر تندرستی چی برادر هستن؟ چی وزیر تندرستی؟ گناهگاری اسنانای امامالیای دویم کلانای مویای کلانایی که موندن همینا به همین راه رفتن حاضی با مویا نصیحت میکنن که گاو نزن خدا دادگی وایده او خداوند دست نداره که گوه که من خدا دادم در این دادم با توی من دادم که گیر این نتونیسی کار این رسوا کرد تو گیر تو مرده که توی هم مرده که من هر دو توی آیت یک چی را بفهم برادر یعنی رفتیان زدیان که چرا مادر ما مرد پسد نکردی و یا نمیدونن که قضای الهی از جانب پروردگار مرگ خداوند رزق ساعت و روز ثبوت کرد و میره و یا این رو فکر نمیکنه بعدی جنایت کردن چرا در تاجیکستان یعنی دلای جنایی آغاز نشید و بازداشتی پیشکی نکردن مثل که دیگر انسان ها یک کس کم ترک اگر یکونجا اخصه زنه سراز دلای جنایی هوی میکنن او را بازداشتی پیشکی میکنن ایزا تمون گرجدانی شهروند دیگر دولت بود
از اینجا قپیده برای چند مقدار پول بردن بازدار در بازداشتی پیشکی قپیده. باز پرادلیت کردن چی با جیان رحمانوف برای بگیم که سر دکتر چی را زدن، یعنی چرا این انسان چی نمیشود به هیچ آمده است که مادر ما چرا مرد. خیلی مادرت مرد ای بی تقوی چیکار کرد؟ رقص بازی کرد، کرونا ویروس بسیار شد، تو مادر طرف رسید مرد. دکتر جا پریچومای زدن چی با دیلا آغاز نشده با بازداشت گرفتن نشد، یعنی پیشکی با حبس گرفتن نشد. او گنرال و او اونجا شیشتگی همش آی مملی میترسن، آی مملی میترسن، همش گاو زدن نمیتونن. برادرای دکتر بدبخت دهنش سکوچ کاگی اعلان نکرد کرونا ویروس ایرا خدا دا ایرا خدا بعد از اینای کرم چجای شیطانکو بعد از اینای شیطانکو هر ده افرادکو شرمنده کرد خداوند. ولی با در پیش های پرو نکنین دعای بزرگو قبولش دستن یکی شما سرجم شین بخیده کتونا گنرال اسکنین بیین انقلاب کنیم برادرو. مو اکا هر یا سخنی میزدگی بین لوبوی همین کمپانیا ها بچه ها کوریگرو هر یا سخنی ما دهمی بوره ما همین مردم همین روزا باور کنه سرامون که بانکی تماد میشه با بگه همین برنامه میبینیم با خیلی وقتا من خوش میشه همین نروی آرام بودگی در جاش میگه که شیرای نر برو اومدن. آش خدا حافظ در امان خدا شما خواهی. نه ولی اب اینو تو بس خشتواری اکا هستم اینو بس دوستم. این همینجا بدون پرده برادر از تنه باید ما الحمدلله یا موقعی اونه که خفاگی باید نه بدون پرده زنده باشی برادر. هیچ وقت ما با اینه دو ستاره یا فکر که دستم در تلفن های رنگ این دیسکیو میکنن کو میگن این تاره اسکیوز میگن کو تو برادر الحمدلله مبارزی خداوند نگاه داره. مقصد که هر کس قلب شبو الله میدونه پشتیگیری نکه، نه پشتی توجیک بگی برادر، نه پشتی ازبک شا بگی، نه قلب شا نه دیگه شا. نه برادر ما چیزایی را میدونم که خود چون عدلیت کدگیان اگر تو چیزایی را بدونی در مقصد دل سخت رسیدگی باشه. ما همسایه‌مون دیدم برادر ای توجیکای نشپوشه بودم خری خیستن ازبکستان رفتن، ازبکستان قبولشون نکرد، در دشت میدان رنگ سگ پرتوشون چیز چورایی که ای ملک توجیک برورده برده بودن مهنت کن یا که دیگه کردن همه او تمام شد در پوستینیا او حکیم گجو باید عذابو آمدن. والله قسم من ممکن که یکا 8-9 صنف میخوندم این همه خیلی زنک مرده که کلانسال دیدگیم در دهن درشون بزانو زدن خاک تای درشون هم چک کردن که ای وطنی ما نه اینکه ازبکستان ما خطا کردیم. برادر ما پش نگرفتیسم اینجا گفتیسم که اما انسانانی ما برادر من ترا نمیگم موقع مقصد هر نو خیش تاور فایده شده فایده دیگر اصلا کم برادر اگر ایلاجت باشه برادر عزیز ما هم لوگوی کانال داشتم مسنجر اینستاگرام بلوگرام همش در خدمم یا برس هم صحبت شیم مثال بگیریم. این هم اینجا آشکار میگم که هست در انامی داخل انامی رژیم هازی ازبک خلق باتوش خدمت انامی رژیم ده من گشته درم جنگ میدوزن. این همی ما خطی در کشه فرزند پدر مرا جنگ میدوزه با نو تمشینه در پشتی کنی و نمو شف هت نت میکنه. این خیلی انسان هم هست بیو مو همه را یک خیلی نبینیم برادر. من نمیگم تاجیکا تیلایی هن لولا نه گوش که برادر تو خطا فهمیمه یکمش که تاجیک نه. من همین برادرای عزیز التماس بیش نه خطا میفهمیدم او یا نه من تاجیک هستم گوش که خطا نفهمیدم ما گپای اصلا فهمیدم تاجیک برادر اصلا میگه که ما عدالت انسان دوستی ما هم همین عدالت میخوایم برادر. ما میخوایم که عدالت باشه مهر و محبت باشه نه که هر کس جای خود چه بدونه برادر جایگاهش خیلی پریژوکوی هر خیلی نگیره. مقصد من خونم ده خودم راهبری میکنم راهبرم برم میبرم مقصد که همه قدی باید یک خیلی باشم. این خینه که ای را جدا او را جدا
این چیز هست، این فتنه هست برادر. بین محلگرایی کردن اکاودو در کشیشی در مو مقصد ده ما همه چیزا نمیخوایم. این همی نسل مقصد بگیم که دیگر دیدیم 11 ساله 12 ساله بدیم تا سن 16 سالگی مونا برادر مرده شم دیدیم، احمق شم دیدیم، حیوان شم دیدیم، همه آدم خری شم دیدیم برادر، به قدری انسان هم دیدیم. اکاودو در یا دیگر شد چون چیکار کرد ما همین چیزا نمیخوایم برادر. الحمدلله میگیم که دیگر شود دیگر همین چیزو بود ما میخوایم که همین چیزو را آینده. کی خندید برای همین توجیه؟ کی خندید برادر؟ بسیاری های خنده اصلا برادر. اگر تو در حقیقت در کار باشه کو ممکنه برابر میو مایدتریم. من بسیار چیزا را نقلت میکنم با میگوی خیلی اوسن شنبه ده هم خیلی مثال که حتی عمل میکنم. این چیزایی که پروستا چخه بگم اگر که تو در جای یک دیگر میبودیم بیشتر میفهمیدی شاید. یعنی همین چیزایی چی میبودیم برادر؟ آوازت پست اومد اصلا. میگم در جای دیگر یا که در جای ما میبودی سیتواسیون را دیگر میفهمی. اصلا این موضوع نبود. الو شاید هیچ که من جای تو دام هستم جای خودم دام هستم های فهمم. یعنی برادر عزیز امروز هم برای چی میگم که همین لقایا مثلا که دیگر انسانو پاسپورتشون توجیه میکنن یا که من گپ میزنم قطعیشون بیشتر باید بکنن. اگر واقعا مرد باشن انسان باشن که نونی همون زمین میخورن، همون زمین در خون نوفشون ریخت، باید دیگر جورا فکر نکنن. باید در کار شواب کو بگن که همینجا اکش در توجیک بنایست ما هم پاسپورت همین را گرفتیم توجیک بنایست. دیگر شم رفت اخی قرقیزستان شم قبولش نداره، ازبکستان شم رفتن ازبکوش قبولشون نکردن برادر. رفتن شناخته است نمیجا سیتواسیون دیگر خلاص پروستا همون انسانو تو این که میگم همین کارا نکنن در دیگر جا مثلا قبول نمیشوند در داخل تاجیکستان. پرابلم است اصلا ما را قبول نمیکنن برادر، پول میگیرن. زندگی از رژیم همواه تو از کی میجا رفتی رژیم همواه. این همین حکومت احمق پلید برادر همه را یک خیلی دیگه باید همه را بجوشه همه بکنه. این تنه که این تری زینه نمونده. امروز همون منطقه ها بگیم که شاید که فرزنداشون شاید نه یا بار همون برادرها تایا های بگو همش همون اسدلیفای بلویفا همون چپایفیا قطعی همش خلق ازبک اینم تریه همش در خدمت همون لگن برداری همون با در کار شما توجیه شتکش که زیان چیکو میکنین دوستی عزیز. یا بار من خواهش میکنم که من از زنگ دا برادر مطرح یک چیزایی را بگم بگوی که اینجا ایتای شنبه است. نه در کار نیست برادر. بدون پرده ما مرد مکان باید مردانه رفتار کنیم. الحمدلله همین انسان دوستی هست باید باشه. هیچ کنه میخواد دیگه که همین ملت همین وطن ما پریشان و دست بگیربون یا دیگر بگذار کسی گناهگار ای کو والا قسم ما گناهگار باشم ما جزا میگیرم بینم دیگرش گناهگار فرق نداره کی ای برادر عزیز کومه با ملت نمو هیچ کار جزا در مسئله ما جزا میتیم ما را همین جزا دادگیش جزا میتیم ما تاری نیستیم که گوش که عبدالرحمن ما مسئله آب درف ناحیه تیمورملیک ما خودم توجیه کم قشلاق نزدیکی ما قشلاق ما تیمورملیک جایرالی میگن ده طرف تا قشقیه و رولدی و سرتیز میگن ازبک نیمه های. من نگفتم که خیلی اما انسان ها در همون منطقه استانای دل شا گفتستم من همش فهمیدم جایرالی خیرالی باتوشالی همش میدونم برادر. او طرف 5 هم نقلتون کنم بیام میگیم که کو الحمدلله خیر میگیم نشوه دیگر ده همین نشوه دیگر ملت دیگر گروه دیگر وطن های کو نخواندن در حال ما همین را میخواییم. ما مقصد این همین موقع شما را احترام داریم که چقدر جانتون در خطر برادر با سالهای درازه بیوطنی ما همین را میخواییم. ما برو مده جاوز شدیم اکا و دودر گفتیم دیگر گفتیم که همین وطن ما دیگر هم خیلی سرنگونی و کشتالگیری و مقصد مسئولین نکرد ترمکت کشت زد خیانت کرد جوابش باید بگه برادر. یک دیگر خیلی موقع قطیده این عصر 21 برادر عزیز خیلی پیشتر رو چی نبود برویم بگن در دور انسان هم پگم پیش خدا تام سوال جواب داریم. ما دیگر شم
برو بگو کمی عذاب داده او هم کمی مقصد که خطاب کرده اوشم شهر نیست بگریزی بگردی پشتی پرده باجو شای ای انا که دودار مولی دین روز برادر گپ زدیم در کامنتاریو شروع خدی گپ زدم یک کس نشته شای که ای عبدالرحمن دودار من نومش همه دونشتای رو رنوید بعد بونه شای که فکری دودار تا پدر تا نمیکنی بر پدر یا نمتری حرامون نالد فکری او را تو بکن فکری او را الله بکنه تمام ما گفتگیمون نگفتیم الله ما را دامیر را قوی بگردونه و خو حق نداره کشتن توکل به خدا با روزش میرسه که ببینن ان شاء الله خدا باشی میکنن اوتر انسانو را با زبان روسی خایتر میگفتین یک چیز میگفتین بورا همو خایتر با جای او یه دا او میمونی که مثلا تری حیوان دا مثلا او را اهمیت نمیتیم کامنتو دا می نویسن و من هم یک چند تاش هم بینم نه تنهایی کامنت بلکه دیگر نوارو پروس آرتیستای تاجیکستان هستن همین سرود میخونن همون را کامنتاش دمه دروین کو او را هم یک گپای می نویسن یک گپای می نویسن نمیدونم ای آرتیست پارتیست برادر من نمیجا میگم مرنگ یا حق چون میدونم یا حرام یا خدازده عاقبت آینده گوری و سوختگی های این در همه کتاب حق آمدگی برادر وقتی ما حق باطل میجویم عدالت میجویم در انموجا آمدگی های که یا سراشون سر سگ میگرده یک پدنالت هم ما یا یک اون چیز نداره یا را هر چی میگم بگم یا چی میگردن نمیگردن اکوسش در دست خداوند است که اما اونجا آمده مدنیت یک چیز است فرهنگ مدنیت یعنی کشور دولت به فرهنگ به مدنیت او دولت کشور جو که بگیم شیده نمیتونه یا ملت شیده نمیتونه یک سرجم شده برای که تمام دنیا در این چیز است باید ما را قبول کنیم و بگیم که خیلی تحقیر نکنیم برای که صنعت هم یک بار برای صنعت بخون های برادر عزیز راست بخون های سر لیچ کونی لیچ نیکو خی برادر با یک عرف عادت دگیز یا آداب دگیز اوغی دیگه که همه اوریان میبروی ملت های برای شرمنده میکنی با او صنعت دای سرت مون صنعت همیه ایکو اکا لبلی چی مدرزاد میبروی قریب بعد میگوی من صنعت کنم الان نگاه کن خدا خیر کن بتاو با پیش انقلاب دعوت که برادر سیل شدیم در همین ملکی مردم باور کن الان نگاه برون برادر خب ایشالله میشه انقلاب اما بگیم که هر یک چیز هر یک موضوع ایشالله که عاقبت و پایان خیلی چم داره امروزه بگیم موضوع ما اصلا موضوع اولاد رحمانوف اوبوشی اولاد رحمانوف بود که مثال گیریم مادرش مرده است چرا امروز مدیسینا در تاجیکستان نیست امروز استودنت‌ها شگرد کردستن در کوچه آینده دیپلم میگیرن و میرون دکتر میشون وقتی مادرای ما میمره بعد ما هم میریم دکتر بزنیم اینجا عیب در کی است عیب در سر زنان این خری کلان خری مایده هر جای بزنن که بخوین دیگر شد بگه خدا بو یک چور تا دیگر بو وزیر نو و امیده شه که بشه او شب بزنن تا تو یا را الله زده شای برادر عزیز خدا هم تا بوشم فقط الله نگهدارتون زنده باشه برادر معذرت دارم برادر عبدالرحمن گام میزنم و خیلی کم کم کیف میکنم در گپوش خیلی چی گپ میزننده یعنی او را کده رفتن میگیره کرو چمسه نمیکواش کی عیب دوره در که جای هم کم بینوات تای زده رفتن میگیرم کدوم میرم خودش بینوات حساب میکنه که همسه میروم بینوات به هر حال دوستای عزیزم امروزه ما صحبت کردیم درباره اوبوشی اولاد رحمانوف که رحمانوف در تمام برآمداش برآمده به سر بلند باغ کرده گفتگی است که از نام جیانی رحمانوف کار کردگی هستند از نام جیانی رحمانوف جنایت کردگی هستند از نام جیانی رحمانوف پول دزدیدگی هستند از نام جیانی رحمانوف خیانت کردگی هستند یعنی همین گپا را گپ میزنه امروز آشکار جیانی رحمانوف دختر میزنه سببش که مادر او در بالینسا وفات کرد عیبی گویا که دختر باشه عیب رحمانوف است در یک بار دیگه میگم باید در ساحه مدیسینا یعنی آن واگن ها کمک هایی که آورده بودن برای خلق عادی او را رحمانوف اولاداش خیلی نمی جیاناش بین یک دیگرش تر سودا کردن فروختن پول گرفتن
дигар таблетко, дигар нафас чизои техникои нафасии сунӣ ва ғайра дар миллион долларро дар Дубай хона намехаридан. бачаҳои фарзанди сарзамина духтур тарбия мекардан. таҷҳизотҳои бигем ки даркориро меовардан дар Тоҷикистон. мутахассис тайёр мекардан, на ин ки мутахассис аз шагат оварда диплом дода ӯ 5 сол 7 сол шагат мекуна. як президенти Раҳмонов 7 сол аст, як инсон медицински дохил шава аз 1 курс то 7 курс 7 сол ба Раҳмонов шагат мекуна, 7 сол диплома мегира, мега ки ман 7 сол медицина хонда мерава бигем ки духтур мешава. иҷа айби худи Раҳмонов аст, иҷа айби духтур нест. духтур он чизе ки хонд, он чизе ки метонист дар ҳаққи модари кард. чаро модари дигар инсонҳо модар нест. чӣ ба дигар модарҳо мурдастанд? рӯзона чанд модар аз коронавирус мурда истодааст дар Тоҷикистон? чаро ино намехезанд Раҳмоновро кашташа бигиранд ки Раҳмонов чӣ ба ту иҷа даст чизои хуб наёвардӣ, техникои хуб наёвардӣ? чӣ ба дар Тоҷикистон мутахассиси хуб нест? чӣ ба ки аст ҷавобгӯ даи кӯро? духтури бечора. духтур дар вақти студентиш маҷбур кардагиен ки шагат равар, шагат нарава, зачот намегира, экзамен намегира ва бигем ки хориҷ мешава. таҳдид карда ӯ духтура бурда шагат рондагӣ, ӯ баъд диплом гирифтагӣ омадагӣ. чӣ хел аз ӯ чӣ талаб дорен шумо? аз ин тараф дар вақти студентиш дили Раҳмонова хуш куна, фақат шагат куна ва парад бигзарона ва баъд бо биёя шуморо модаратон аст пасад куна. аз куҷо бечора аст пасад куна? ҳамун чӣ донише дошт кард ҳамура. ва дуюм, нест ҳамун техникаи лозимӣ дар Тоҷикистон нест. нест ки ҳамун инсона бифаҳмӣ. то имрӯза 28 бор анализ споридестем, як касалӣ дорем акам. 28 бор анализ меспорем, 400 сум, 500 сум, 700 сум, 800 сум, 600 сум, намедонам 300 сум, ҳамаи ҷо анализ меспорем. мега созай о соз бошай чӣ ба касала ягани? чӣ хели созай ра гашта наметунам. 10 метр рах мегарда тамом мекунад, ҳашиш мерава. одами созам хеле мешава, мега намедонам ина ҳамаш созай намеҷа, намедонам чӣ бай хеле. ай дору задан аку гӯштуш бучидаги, дурушда пири дору шидаги. капел шав рӯз капел мемонад. духтур бибин чӣ ай? бо хафа шидеса. хай гуфтам ай чӣ хафа мешай? Раҳмонов хафаша. ин бечора духтур ҳамиқа хондааст, ин намедонад далиши чӣ гап аст. аз як духтури ҳамиҷа қатӣ суҳбат карда гуфт ки шояд ҳами хеле аст. знакоша гуфтам. гуфт анами доруро бигирем бизанед. ҳозир ҳами доруро гирифта задестан, температура дар дуруни инсон дам мемондааст, полни ҳаракатта мебурдааст, ӯро бояд бирорию температура. яъне ки ҳами хеле як касал ҳам хеле мешидааст, мисли афтов задагӣ бори. ҳозир нав бо личени навша сар кардисти. нами укола задааст, температурат бояд ира фирорад. ӯ духтур мега ки нафироренш, ҳам биқапен температура бибирояд. инаи хел биге медицина дар Тоҷикистон дорем. чӣ кор кунем? медицина дар дари медицина медрой, ҳама пул дода диплом гирифтагиай, ба умеди ки ай касали пул бигирад. ҳами салом мегӯй, мега ки ира ман худам нигоҳ мекунам, пул шамада битӣ. койко пулакӣ. имрӯз ҳамара фарроз шахсӣ када гирифтагӣ аст. мардуми оддӣ аст ки гила куна. ҳамун ҷиянои Раҳмонов. мардуми оддӣ вақте ки шумо ин қадар месӯхтаед барои модаратон, ин мардум намесӯзанд барои модаршон. ин мардум кира биқапа? ин мардум кира бизана? кира бизана ин мардум? рӯзона чанд тара очаш мурдестай. фарроз да бояд пул битӣ ба да балинса бидрои ховравӣ. то фарроза пул натӣ, бояд да балинса хона рай. фарроз ай ки ай домоди Раҳмонов аз авлодои худтон, аз шӯи духтаре гуфти ҳамун гапо тағоитай. мардум кира бизана?
تو که امروز توانایی داشتی رفتی مینیسترش زدی، رفتی سردختور زدی، مایب کردی، امروز توانایی را تو داشتی کردی. نکی نه آدم اوچش مرده ایستاده است. اینا دردش هم است که بالینسد اوچش خوانده نمیتونه. تو فراز پول نتا، تو داماد رحمانوف پول نتا، ای اوچش بالینسد رو ورده نمیتونه. امروز نام سیتواسیه دمایم تو اگر فراز پول نتم محکمه بالینسد خوانده نمیتونه. ای بمبرا کی جواب میده؟ ما کی را بزنم رفته؟ این سیستمی که ساختیم، سیستم در همین سیستم خطون خورده میشه. فهمیدین؟ اوچاد مرد، عیب ده سر رحمانوف. اوتات هم رحمانوف کشت، این همی تقاید کشت. اوچات هم به خطاگی این همی تقاید مرد. اینجا دیگه هیچ که گناهگار نیست. زوری بخی تقاید قطعی برا گفت زد. امروز نه تنها تو، امروز 10 میلیون مردم از دست این همی تقاید تازیت دیده استند. 10 میلیون این همی مردم امروز در نام مهاجرت چقدر مادرها در زمستون و تابستون لسنیسا را میشوند، توالت را میشوند، کوچه را میروند. او مادر نیستند؟ او مادر نیست؟ او را فرزندش کی را بزنه؟ مای لحاظ مایده کمتر فرزندش فردا قوت پیدا کنه، او کی را بزنه؟ ترا بزنه، داماد رحمانوف بزنه، رحمانوف بزنه، رستم بزنه. عیب شما است که اینای مادرای حوالده زد. فرزندای کی را بزنه؟ گپ در سر اینای رفته ایستاده است. فهمیدی که قدر مادر فقط دیرتر اپازداد کردی قدر مادر فهمیدنده. انمی را که برای اینای تقایی ده بگو یا کنه یتیم صغرا و بیسویب ده که مادر عزیز است. سر مادر یا لشکر روی نکنه. انا اودا قدر مادر را بفهمونه که قدر مادر چی است. تو تیار بده برای مادر تا دختر سپاسد نکرده، سپاسد کرده نتونستنش تیار بدی که تو بکشی بایی را. تیده تیار بدی. اما از دست شما اینه احوال ده زدگی تمام مادرای ما کوچارو در کوچه ها خو در درون آغلا خو یخیلش کلوب دانا مادر در درون توالت خو. فهمیدین؟ او هم مادر است. فقط فرزند نداره. مثل تو برین، مثل رحمانوف برین، مثل رستم برین که او را قدر کنه. امروز اگر برای که شما اگر تا ناموسی مادر دوست داری داشته باشین، از همین روز من فکر میکنم که او پولایی که دزدیدین بردین، پولای انمی حق انمی مادرها را دزدیدین بردین، برگردونین بیارین. نه مادرهایی که خونه ندارن براشون خونه بکنین بتین پول فرمان بتین توی که خونه ساخته شود برای مادرها را خونه بتین. یک وزیرت در دوشنبه 30 تا 40 تا 50 تا خونه را خریده بند کرده دراش محکم کرده موندگی است، هیچ که زندگی نمیکنه. یا که یک تای دیگه نمیدونم کارگر دیگر 10 تا 20 تا خونه را خریدگی دراش قلف زدگی، هیچ که زندگی نمیکنه. مرحمت بگیرین عزیزتاشون خونه را بتین بینای مادرایی که اونا در کوچه ایستادگی اونا پیشی دیاگنوز کرده خچونا فروخته استن و مادرن او را زور آمده سی کار کرده استن. فردا فرزندش کلان شوه برای که مادرش زور آمد خچ فروخت کی را بزنه؟ کی جوابی او را در پیش فرزندش میگه؟ شاید فرزندش مثل تو میخیزه به سر تمیویه چقدر که دختر زدی تیاری جواب داده میتونی. تو دولت دار بدی، تو حکومت دار بدی، قطع اولادت. مادری ما از زور اومدن خچ برابر تنش فروخت در اوجا. باز اونا 4 تا سگی تو به نام میلیسا از او دالیه میگرفت که تو که او ببرویه در اوجا تنش فروشه. با از پستلی او دالیه میگرفت اونا میلیسا بود.
мебурд дар начальникат медод, начальник бо ҳамун доилия то Эмомалиро мерафт то истироҳати озодаву тахминаву рухшона Рустама ӯ пуло мераванд, ҳамун пуло қатъи истироҳат мекунанд. ира ҷавобша кӣ метаҳад? ё модари шумо модару ё модар нест, ё танҳо модари шумо модар аст. шумо бидонед ки фардо дар пеши фарзандони анамин модаро ки шумо ба ин рӯз оварден, аҳволша расонден ки биромад тани худша фурӯхт, дар пеши фарзандо ё ҷавоб метиҳед. ӯ модарое ки то ин рӯза шумо оварден рафт дар Москваҳо, кӯдакош дар мактабхона ҳозир Тоҷикистонда, дар Москваҳо дар дарини вагоно хов рафта, кӯча руфта, барф руфта, азоб кашида, туберкулез шида, касал шида, маъюб шида Тоҷикистон бармегарданд, фардо пастелда меғалтанд, фардо фарзандаш аз ту мепирса, ира аз авлоди Раҳмонов мепирса. инаи кайф сафотонаку аз фарзандотон мепирса. чаро ту кайф мекардӣ, дар Дубай истироҳат доштӣ, модари ман дар Россия мерафт ях мешикаст, тоза мекард. ин саволоро мекунанд. ҳамчуноне ки анамо чӣ қадар ту дарк кардӣ, чӣ қадар виҷдонат ғам дод барои модарат мурданат, хести рафтӣ ку, ҳар як тоҷикистонии мо анамо қадар ку виҷдонаш дард мекунад ки вақти модараш дар ноҳ азоб аст. не ки ҳоли хурд аст, ҳоли хурд аст. сари шуморо мехӯрдаги инсоно ку ҳоли хурданд, камтарак майдатаранд. 5-6 сол баъд, 5-6 сол агар ҳаме Рустамтан бигзаронӣ дар президентӣ, фарқ надорад. 5 сол Эмомалӣ намбар, 5 сол шуморо сартона мехӯрдагӣ дар мактабо хондестан ҳозир. модарошон дар Россия ҳастанд. модарош дар кадом азобо ҳастанд? падарошона зиндон кардагиен, киштагиен, қатл кардагиен. анамоз дар мактабо ҳастанд. анамо шуморо сартона мехӯрад. инқилоб анамо мекунанд дар сари шумо. 5 соли дига тоқат кунед. Рустама бигзарон, тамошо кунед баъд чӣ ҳолтон мешавад. хулас, ҳамватанои азиз, ин авбошо, ин ҳайвонзодаҳо бигем ки чӣ қадар барои модараш худаш месӯзад, аммо дигар инсона модараш барои ёра модар нест. дигар инсона сӯзиш, дардаш, сӯзишаш барои ёра ҳичи нест. имрӯз ман фикр кунам ки ҳамватанои азиз, он ҳайвонзодаҳо бигем ки дарк шояд карда бошад, камтаракам бошад. имрӯза мавзӯи мо буд, ҳамватанои азиз, барои ҳамлаҳои ҷиноятҳои хисрбачаи Раҳмонов ки ин албатта беҷавоб мемонад. ва ҳатман кӯшиш кунен, дӯстои азизам, падилит кунен, лайк монен. як навори дига боз дорум шунидан, кай бовад монанди дидан, яъне чӣ хел бо ҳамин табиат обрашаться кардан. ва дигаре иншоалло қоидаҳои роҳ ва бигем ки чӣ хел таъмин кардагӣ ҳастанд бехатарии роҳҳои Аврупо. ва дута навори дига ҳаст, тайёр мешавад, иншоалло мепартом, шумо албатта ки аввал шида бибинед. ана канала фаромӯш накунед, дастгириша лайк мемонен, дизлайк мемонен, уш дар ихтиёртон, некам падилит ҳатман бикунед, то ки дигар ҳамватанои мо бибинанд. ва подписатсиярам фаромӯш накунед, кадоме ки подписатсия кардагӣ нест. худо нигаҳбонтон ҳамватанои азизам. бо шумо ба дӯсти шумо, бародари шумо, ҳамватани шумо, ҳамдини шумо, бигем ки ҳамсангари ҳар як тоҷикистонӣ, қалағбача Астанаев, иншоалло ки ҳамавақт ҳамиҷа ҳастам ва то охир мемонам. ватан гуфти ҳамун гапо барои мо ҳаст, мо барои ватан. шакалда дар ин ватан ҷо нест, кадоме ки шакал аст. худо нигаҳбонтон то рӯзи душанбеи дигарӣ дар ин барномаи бидуни парда ошкор суҳбат кардам. ташаккур ки бо мо буден, вақти зиёдтона ҳамроҳи мо гузарондед. худо нигаҳбони
هر یک تای ما شما